آدم اومده اینجا اون اول فکر میکنه همه چی تموم شده ولی همه چی شروع شده. تو باید از صفر همه چی رو بسازی. حالا با هر تجربه‌ای با هر دانشی از ایران اومدی واقعا سخته، اوایلش سخته ولی هست، جزئی از مسیره، نمیشه کارش کرد. یه وقتایی فقط شما لازم داری 10 دقیقه، فقط 10 دقیقه، یعنی باور کنید مثلا 10 دقیقه با یه هموطنی که میفهمد این شرایط و این مسیر رو رفته، میفهمد، صحبت میکنی یه چیزایی بهت میگه، میبینی کل این نگرانیات میره. سلام بچه‌ها، با افتخار امروز مهمون جدیدم رو میخوام به شما معرفی کنم. من یه اینترویو خیلی جالبی با جلیل عباسی داشتم. جلیل خودش تو ایران مهندس برق بود و مهندس برق هست. ما بهش کمک کردیم به عنوان جاب آفر بیاد آلمان با بلو کارت و الان 1 سال توی آلمان هستش. پوزیشنش خیلی جالبه، توی بانک مرکزی اروپا کار میکنه و اونجا پروژکت لایتر الکترو هستش، یعنی مسئول تاسیسات‌های الکترو توی ساختمان. خودش حالا بیشتر توضیح میده از 0 تا 100 چجوری اومده، چه چالنجایی داشتش که بیاد تا اینجا. فکر کنم خیلی مفید باشه، مخصوصا واسه مهندسای برق توی ایران که میخوان بیان آلمان. من کی هستم؟ من فرزاد جعفری هستم. من خودم اینجا تو آلمان بزرگ شدم، به خاطر این خود فارسی منو ببخشین بعضی جاها شاید درست نگم، ولی من توی آلمان روابط بین‌الملل تا ارشد خوندم. خودم توی چند تا سازمان دولتی کار کردم، مثل شهرداری فرانکفورت، پارلمان اروپا، پارلمان آلمان، سازمان ملل و یه کم کوتاه هم توی سفارت آلمان در ایران. به خاطر این من 2 سال پیش تصمیم گرفتم یه شرکت بزنم، شرکت کاریابی، و به بچه ایرانی توی ایران که هستن یا توی آلمان هستن کمک کنم که یه کار بگیرن یا کار بهتر بگیرن، دانشگاه برن یا آزمون. خوشحال میشم از کامنت های شما، نظر شما زیر این ویدیوه. سلام جلیل جون، خیلی خوشحالم امروز تو هم اینجا رو کاوچمون افتخار داری به ما که اومدی. ما همدیگه رو الان میشه بالای 1 ساله همدیگه رو فکر کنم میشناسیم. دقیقاً. ولی امروز وقت شده بعد از 1 سال گفتم که با هم دیگه یه سوال پرسشی بکنیم که واسه اون کسایی که دوست دارن بیان آلمان یا آلمان هستن و دوست دارن شب پیشرفت کنن، یه خود داستانای خودتو بشنون، از خودت بگی که چجوری اومدی اینجا و آره همین. و این خیلی افتخاره واسه من اینجا میخوام هر هفته یه اینترویو با کسی بذارم و خیلی خوشحالم که یکی از اولین نفرات تو هم هستی اینجا. سلام فرزاد جان، ممنون از محبتت، ممنون از لطفی که داری و باعث افتخار منه اینجا هستم و امیدوارم که مصاحبه خوبی باشه و برای دوستانی که لازم دارن یه سری تجربیاتی تو این مسیر از افرادی که این مسیر رو رفتن بشنون. امیدوارم که براشون نتیجه بخش باشه، خوب باشه. در خدمت شما هستم. خیلی ممنون، مرسی. جلیل جون، شاید کوتاه از خودت بگو که الان تو کی هستی، از کجا میای، چی کار میکنی، یه کوتاه که مردم بدونن که با کی طرفن. خب من جلیل عباسی و متولد 1361، بعد ایران مهندسی الکترونیک خوندم و ایران حدوداً 15-16 سال کار کردم خیلی جدی و جاهای خوبی هم بودم و تجربه خوبی داشتم تو زمینه حالا برق، چه صنعتی و چه برنامه نویسی، حالا توی پروژه های خوب. و بعد از اون یه تصمیماتی داشتم چند سال پیش که برای کانادا اقدام بکنم. اوکی. بعد حتی برای اون چون میگفتن زبان فرانسه لازمه، مثلا من یه سالی رفتم حتی کلاس فرانسه و زبان فرانسه یاد گرفتم. اینو من نمیدونستم. خب چه جالب. بعد به علت مشغله زیاد کاری و اینها نشد حقیقت، یعنی اینقدر فشار کاری زیاد بود منو کم کم دور کرد از اون قضیه و بعدن کلا به فراموشی سپرده شد، یعنی رفت کنار اصلا این پروسه. بعد گذشت تا اینکه کم کم من دیدم این آلمان این قضیهش جدیه انگار، یعنی بچه‌ها میتونن، حالا اون زمان جاب سیکر هم بود، یعنی دوستان جاب سیکر میگرفتن میتونستن بیان توی آلمان. فکر میکنم اگه اشتباه نگم 6 ماه اجازه داشتن اینجا دنبال کار بگردن که من دوستانی داشتم که اینجوری اومدن و تونستن کار پیدا کنن، الان آلمان هستن. و
اون زمانی که من دیگه خواستم اقدام بکنم، چون خورد به پروسه کرونا و اینها، بعدن کلا این قضیه دیگه بسته شده بود و فقط این پروسه جاب آفر بود برای ما. و جاب آفر هم همونطور که دیگه خودتون استاد این امرین، پروسه پیچیده‌ایه، مخصوصا باز چون ما تو ایران هستیم و متاسفانه به خاطر اون شرایطی که وجود داره، شرکت ها اینجا توی آلمان یک نگاه محتاطانه‌ای دارن. یعنی به فرض اگر بخوان الان شما رو واجد شرایط ببینن برای اینکه شما رو بگیرن و یه نفر هم داشته باشن مشابه شرایط شما ولی توی اروپا به فرض یا توی کشور دیگه که آوردن اون شخص از شما راحت تر باشه، 100% اون رو انتخاب میکنن. درسته. برای همین الان خیلی از بچه‌ها تو ایران واجد شرایطن، هم زبان خوبی دارن هم تخصص خوبی دارن، ولی به این دلیل بیشتر، یعنی به خاطر اون موقعیت جغرافیایی جواب نه میگیرن. دقیقاً. یعنی اگر اینجا مثلا یکی باشه این وسط یه مقداری کمکشون بکنه، ممکنه اونا بتونن سریعتر بیان. بله. ولی وقتی خودت مثلا میخوای این پروسه رو جلو ببری، خیلی وقتا اون قانع کردن کارفرما دیگه از دست شما هم کاری بر نمیاد. شما مصاحبه رو اصلا موفق شدی، ولی اونا دیگه بعد مثلا یک گزینه دیگه هم براشون پیش میاد، ترجیحاً میرن سراغ اون. دقیقاً. اینا اون مشکلاتی که بچه‌ها تو ایران دارن که می‌بینی مثلا طرف خیلی متخصص خوبیه، خیلی زبان خوبی داره، ولی مثلا یه سال اصلا نتونسته کار بگیره. آره. این از اون مشکلاتی که من مطمئنم الان بیشتر از 50% بچه‌هایی که تو این پروسه حتی حرفه‌ای یعنی واقعا متخصصن، واقعا زبان خوبی دارن ولی موندن توی همین پروسه. میفهمم. آره، یه جوری احساس میکنم که انگار خیلی به ویبون فرستادی، خیلی تجربه آره. یه عددی داری، یه چیزی داری که تو تا به نتیجه رسیدی شاید بتونی اون پروسس رو بگی که تو ایران بودی چند سال پیش این پروسس رو شروع کردی و بعد از اینکه گفتی کانادا و فرانسوی و این حرف دیگه نشد، اصلا کل این پروسس چقدر طول کشید، چه کارا کردی، چند تا زوزاگه ابزاگه گرفتی، نمیدونم فارسی چی میشه ولی منظورم میدونی چیه، یه خود راجع به این صحبت کنیم. رو چشم. من از خرداد 99 دیگه استارت دقیقاً تو کرونا بود دیگه، اوج کرونا بود. واو، اوکی. خرداد 99 دیگه من استارت زدم که برم کلاس زبان دیگه، معلم خصوصی گرفتم و بگم آلمانی یاد بگیرم. اوکی، یعنی از صفر شروع کردی؟ دیگه واقعا صفر بود. حالا قبلش یه کمی خونده بودم ولی در حد اینترنت خوندن و اینا، یعنی هیچ چیز جدی وجود نداشت، واقعا صفر دیگه. آره. بعد از خرداد 99 شروع شد این پروسه ولی خیلی کند، یعنی اصلا پروسه جدی نبود. بعد به خاطر کرونا مثلا بیشتر کلاس آنلاین، بعد حتی استادی داشتم که خب ایشون توی مشهد بود، خیلی استاد خوبی بود ولی مثلا به خاطر شرایط و اینها بیشتر کلاس آنلاین میشد. اون بازدهی رو چون اوایلش هم بود، هنوز بچه‌ها رفتن تو این بستر به خاطر کرونا، مقداری جالب نبود شرایط. الان خیلی بهتر شده باز. 99 رو همینجوری زبان سعی میکردم در کنار کار و زندگیم بخونم. توی 1400 من توی دیما یه امتحان B2 دادم. یه امتحان B2 دادم OST و بعد از اون باز متاسفانه یه 6 ماهی به علت کار و اینها زبان درستابی نمیخوندم. شده بود دیگه 1401 با توی تیر ماه حدوداً. باز همینجوری یه مقدار استارت زبان و کنار کار و زندگی و اینها و نمیدونم یه مقداری رزومه درست کردن و یه مقدار اومدن تو این وادی که دیگه من میخوام آماده بشم که دیگه بوربونگ انجام بدم و اینها. 1402 من از توی شهریور ماه استارت زدم این پروسه رو دیگه. شروع شد، یعنی دیگه جدی شدم از اونجا. یعنی مدارکم و همه اون چیزایی که لازم داشتم مثلا بفرستم برای مثلا کارفرما، همه اینا رو ترجمه کرده بودم. همه آماده بود. همش هم خودت انجام داده؟ همه رو آره. اون لبنزلب یه برای رزومه یه دوستی به صورت مجازی به من یک مقداری کمک میرسون، ولی همه خب باید خودم انجام میدادم، براش میفرستادم. مثلا گفت اینجا رو هم یکم اصلاح بکنیم بهتره. یعنی واقعا یک کمک یه دوستی بود ولی نیاز دارن همگان که یه نفری
که بهتره به لحاظ زبانی و تجربه نگاهی بکنه. یعنی ما گاهی هم فکر میکنیم که خیلی خوب انجام دادیم ولی ممکن اصلا توی مسیر دیگه ای باشه، اصلا پرت باشه. حالا از این روزا مثلا این چت جی پی تی و اینجور چیزا هم زیاد شده، ولی خب اینا هم باز کارفرما هم یه سیستمی دارن که چیزی رو که شما 100% با اون انجام داده باشین رو بفهمن. میفهمن 100%. میفهمن، یعنی اونا هم میتونن تشخیص بدن که این کار خودت نیست. دقیقاً. و طبیعتاً باید خود بچه‌ها برن وقت بذارن، چون خودت دلسوز خودتی. خودت میدونی ریز چه کار کردی، چیا رو واقعا خوب بلدی، توانمندیات کجاست، همونا رو بولد بکنی، برجسته بکنی تو رزومت. و اون آنشه‌های به نوشتن رو برای هر چیزی باید برای اون قسمتی که مثلا اون شرکت چی لازم داره و تو اون زمینه‌ها خوبی. حالا این شرکت اصلا ممکنه 10 تا چیز بخواد از شما تو 8 تاش خوبی. درست. میگی آقا من توی 8 تا خوبم، تجربه دارم، تو هم این چیزا رو میخوای، من میتونم برات انجام بدم. اینا همیشه تو آنشه‌های باید تغییر کنه. خیلی آره. چه مفید هستی واسه اون شرکت، یعنی دقیقاً. میفهمم. از شهریور دیگه 1402 شروع شد، من فرستادم دیگه و اولش خیلی قضیه قشنگ جلو رفت. یعنی من به 1 ماه نکشیده بود که مصاحبه اول رو گرفتم. اوکی. بعد تلفنی بود مصاحبه اول. اوکی. یعنی تصویری نبود؟ نه، تلفن زد ایشون و یه خانمی بود. خیلی کیفیت مکالمه اصلا به لحاظ منظورم کیفیت صدا تو تلفن خیلی پایین تره و برای من با اون سطح زبان یک واقعا فاجعه بود. اصلا نمیفهمیدم ایشون چی میگه، ولی باز هم همینجوری به صورت 50% یه جوابی میدادم و اون خانم آخرش انگار راضی بود، حتی گفت مثلا مدرک زاب رو برام ایمیل کن و اینها. ولی اولین اینترویو گفت خوب بود و اینها و زاب رو برام بفرست و اینها. ولی بعد از یادمه که 3-4 روز یه لایدا فرستاد و این اولینش بود دیگه که هم منجر به مصاحبه شد و هم لایدا. و خب برای من خب خیلی این مثبت بود که من مثلا تو شروع کردم و به 1 ماه نکشیده مصاحبه گرفتم. خیلی مثلا دعوت بشه این خیلی نشونه خوبیه. بعد اون اوایل خوبیش این بود که همین مصاحبه رو که من انجام دادم یادمه که به فاصله مثلا 4-5 روز بعد 2 تا مصاحبه دیگه گرفتم. یعنی یه شرکتش بود که اینجا میشناسم الان اینجا، چون خیلی تو کار پمپ و اینجور چیزا هستن. و یه شرکت دیگه هم بود که اون انگار با اون مصاحبه کردم، بعد فرداش با این شرکتی که میگم تو کار پمپ و ایناست. اونا هم مصاحبه‌های بسیار خوبی بود. ولی یعنی برای من که حتی تازه کار بودم تو این پروسه خیلی خوب بود، خوب جلو میرفت. ولی خب اونا هم نشد. دوباره رفت جلو. بعد مثلا برام جواب میفرستادن فلان. بعضی‌ها مثلا یکی یادم اون وسط به من گفت ما می‌خوایمت برای نمیدونم فلان شغل ولی مدرک 3-1 زبان ازت می‌خوام. گفتم ندارم. اون مثلا اینجوری شد تا اینکه اواخر آذر، یعنی نسبت به الان حدود 2 سال پیش، من با رئیس یه شرکتی مصاحبه کردم. یه شرکت تابلو سازی بود که حدود 80 تا نیرو داشت. نه چندان بزرگ ولی شرکت خوبی بود. و خیلی جالب بود که با رئیس اون مصاحبه کردم. مصاحبه من دقیقاً یادم 12 دقیقه طول کشید و بعد انگار ایشون خورد به سال 9 میلادی، آخر آذر بود و اوایل دی شد و اینها. بعد از اون تعطیلات اون سال 9 برای من قرارداد فرستاد. قرارداد فرستاد. یعنی از اون موقعی که شروع کردی تا حالا لایدا گرفتی چقدر طول کشید؟ 4 ماه. 4 ماه طول کشید تا یه قرارداد تونستی؟ وسطای شهریور شروع کردم. و اینم همه چی با بدون کمک کسی؟ نه، تنها. اوکی. وسط دی ماه من مثلا تو نیمه اول دی ماه مثلا قرارداد گرفتم. بعد دیگه خب باید یه سری مدارکی آماده بکنی، یه سری چیزای شرکت باید برای شما بفرسته و یه سری کارهای اونا بکنن و یه سری کارهای شما تا اینا رو جمع کنیم. اون زمان باید ما میرفتیم ویزامتریک اینا رو ارائه میدادیم. بعد یه چیز حالا خنده‌دار الان میگم ولی اون موقع خیلی دردآور بود این بود که خب من از اون مدرک زبانی که گرفته بودم خب بیشتر از 1 سال گذشته بود، اون کلا منقضی شده بود و سفارت میگه یا مدرک زبان بیار به 1 به بالا یا تاییدیه که آقا زبان شما اوکی. حالا رئیس اون شرکت من مصاحبه کردم، منو تایید کرده، برای من قرارداد فرستاده. اون خانومی که حالا فکر میکنم مال منابع انسانی بود، حالا هر چیزی که بود، اون
پروسه من رو جلو میبرد. این وسط میگفت که همین مشکلات این وسط که دیگه از دست ما کاری ساخته نیست. میگفت من نامه کفایت زبان به شما نمیدم، یعنی شرکت ما درکی نداشت. یعنی با این حالی که باید اینترویو انجام دادن، آره. همه چی اوکی بود، ولی این یه دونه مدارک رو نمیخواستن. آره، یعنی شما فکر کنید طرف رئیس اون شرکت با من مصاحبه میکنه، میگه پس این زبانش خوبه دیگه، این بگیرمش. آره. اولو به لحاظ فنی که من میخوامش برای این پروسه خوبه. آره. زبانش هم خوبه، داره با من صحبت میکنه. بعد اون طرف نیروش مثلا میگه من به شما نامه کفایت زبان نمیدم. شرکت ما دقیقاً جمله‌ای که گفت این بود که شرکت ما در جایگاهی نیست که صلاحیت داشته باشه این مثلا همچین چیز و تاییدیه رو برای شما صادر کنه. بعد من یادم از یه گروهی بود تو تلگرام و از دوستان مشورت و دوستان با تجربه اونجا اصلا دانش خوبی دارن، از اونا میپرسیدم و فلان، همه میگفتن خب این که یه چیز عادیه، یعنی چیز پیچیده ای نیست دیگه. کلی طول کشیدین، یعنی چندین روز من ایمیل میزدم و توضیح میدادم و اینها. آخر دیگه ایشون به یه جایی رسید گفت شما فقط باید بری مدرک زبان بیاری که مدرک زبان برای ما ارائه بدی، وگرنه که هیچ. ما همچین چیزی برای شما صادر نمی‌کنیم. و به همین راحتی این کار از دست رفت. یعنی یه چیزی که اینجا برای من مثلا میگم اگر اونجا یه مثلا عزیزی مثل شما کنار من میبود، من اون کارو میگرفتم. یعنی خب شما خیلی راحت میتونستین برای اون توضیح بدین که آقا همچین چیزیه، یه تاییدیه از هیچ چیزی نیست. یعنی شما فقط می‌نویسی مثلا دانش زبانی این مثلا آقا برای کار تو شرکت ما کافیه. همین. من خیلی خوب این داستان میشناسم که خودم توی شهرداری اینجا کار میکردم یا توی کارهای دولتی، مخصوصا آلمانی‌ها خیلی میترسن یه تاییدی بدن یه جایی که خودشون نمیدونن 100% اجازه دارن بدن یا ندن، که وقتی مشکلی جایی بشه. و این یه چیز فرهنگیه، این یه ترسیه. اولش همیشه نه تا آدم بتونه یه جور دیگه تایید بکنه که میتونن تایید کنن. منظورم این جوریه. و این آره راست میگین، یه چیزی کاملا اینجا برخورد میگن اختلاف فرهنگی به وجود اومد. دقیقاً میتونستن، یعنی هیچ مسئله نیستش، یه برگرز آدم بنویسه آره من تایید میکنم، تمام سفارت هم اونم فقط میخواد یه چیزی دستش باشه که این چی میگم حقوق بازی نباشه پشتش، که واقعا اینجوریه. و حیف که اینجوری نشد. ولی شانس من، حالا میگم حالا حتما میرسیم به اونجا که ما با هم دیگه نمیدونم بعدش حتما آشنا شدیم. بعدش آره. حالا تعریف بکن تو، بگو چه جوری میشه دیگه. بعدش چی شد؟ چیز شد دیگه. یعنی متاسفانه اون کار خیلی میگم حالا اولش من فکر می‌کردم انگار که حالا درست میشه، مثلا ایمیل میزنم دیگه این ایمیل رو جواب میده میگه آره فلان. خب واقعا برای ما همین که خوب گفتی تفاوت فرهنگی، شاید فرهنگ کاری و اینها، برای ما مثلا من به دوستان توی تلگرام میگفتم بابا این یه مدرک دیگه، یه چیزه، یه تاییدیه است، تاییدیه زبان دیگه، مثلا یه توضیح کوتاه، 2 خط هم نمیشه واقعا یه خط واقعا کافیه واقعا که ولی نداد به من و خیلی راحت یک کار پرید. و خب برای ما گرفتن اون تو ایران سخته. یعنی خیلی این نه فقط یه کاری، آینده یه زندگی. مثلا ما خیلی چالش داریم، مثلا که این چیزی که مثلا بچه‌ها همه باش درگیرن، تا تو ایران مثلا یه اینترنت ساده شما رو واقعا اذیت میکنه. بله میدونم. شما بشینی بعد به وربونگ اینا رو آماده بکنی بفرستی، بعد خیلی از سایت‌ها وارد میشی، مثلا شرکتی دفعه تو مراحل میبینی اصلا موقعیت جغرافی مثلا آی پی شما رو تشخیص میده، اصلا میگه شما یه موقعیتی هستی که نمیتونی ادامه بدی مثلا با شرکت ما. خیلی از شرکت‌های بزرگ اینجوری هستن، بین‌المللی بزرگ. بله. بعد اینا اصلا همه چالشه. حالا شما این وسط یه قرارداد بگیری و میگی کارم درست شد، آره. بعد یه دفعه سر یه چیز مثلا واقعا پیش پا افتاده یه کار از دست بدی. ولی بعد از اون دیگه باز یادمه مثلا تو بهمن و اسفند و اینا باز مصاحبه داشتم، مخصوصا اون موقع‌های آخرای اسفند و اوایل فروردین 403 که شد، خیلی مصاحبه بود فشرده و خیلی هم خوب. اوکی. ولی نشد. یعنی حتی یادمه یکی از این شرکت‌های اینترنتی فروش پوشاک که فکر کنم شماره 1 تو آلمان، سالاندو آره. خب با اونا مصاحبه کردم. بعد رفتم مصاحبه دوم. تو مصاحبه دوم باز جواب دادن که نه متاسفیم نمیتونیم با شما ادامه بدیم. ولی نمیدونی دقیقاً چه مشکلی بود؟ یعنی فکر کنی یا احساست با حالا تجربه‌ای که امروز داری، بزرگترین دلیل که لایدر میشه چیه فکر میکنی؟
والا صادقانه برای خودم مثلا 80-90% فکر میکنم یه شرایطی بود که مثلا مردد میشدن شما رو بگیرن از توی ایران و اینجور چیزا. مردد باید به من توضیح بدید یعنی دوچار شک و تردید میشدن که آیا مثلا ارزش داره ما وارد این پروسه بشیم با این شخص. دقیقاً منم فکر کنم احساسم همینه که من خیلی آدما میبینم واقعا از نظر تحصیلی از همه نظرها خیلی خوبن، زبونشون هم خوبه. تو زبون اون موقع که ما با هم دیگه صحبت کردیم به نظر من C1 بود، با این حالی که مدارک B2 بود، ولی نگاه میکنن میبینن که این راهی که باید برم چقدر طولانیه. دقیقاً. یعنی کار، یعنی مخصوصا واسه شرکت های بزرگ که HR و این حرفا دارن، واسه اون کس خیلی بیشتر کار هستش که واسه یه میگه من منتظر میمونم با یه آلمانی کارم کمتره و اون که نون خودش نیستش، پول خودش نیستش، اون واسهش فرق نمیکنه. به رئیسش میگه نه هنوز کسی نیومده اپلای کنه و این دلسوز نیستن واسه شرکت. و برسی به یه رئیس شرکت که پول خودشه و مسئولیت خودش داره، همیشه شانس‌ها بهترن، ولی اون آخر سر کارهای ریز ریز رو انجام نمیده و میخوره دوباره مثل همین خانومی که گفتی. آره. اونم دوباره میگه نشد برای اینکه مدارکاش کامل نبوده این حرفا دیگه. خیلی راحت. خیلی راحت که شرکت خودش نیست. احساس من میگم آدم آخرش نمیدونه چیه، ولی من خیلی میشنوم میگن نه اینا ضد خارجی ان، این حرفا. میگم نه اینقدر دور فکر نکنین، اینا کار زیاده واسه شون و این کارو کسی نیستش که انجام بده. حالا میرسیم به خودمون، بعدا تعریف خودم میکنم، ولی خودشون این کشش و دانش رو ندارن، مخصوصا حالا با ایران هم خب همیشه داستانای خود پیچیده تر هستش. اگه برسه به سفارت به این چیزا، واسه این فکر میکنم این باشه دلیلش. دقیقاً. یعنی بعضیاشون مثلا یه شرکتی، حالا جدایی مثلا شرکت بزرگی باشه کوچیکی باشه، مثلا می‌بینی پروسه رو رفته یا نیروی ایرانی داره داخلش یا این کارو قبلا از ایران نیرو گرفته، دید خوبی داره. اینا مثلا درک میکنن. حتی مثلا بهش بگی مثلا نامه کفایت زبان میخوام یا مثلا نمیدونم باید پیش تاییدیه بگیری. حالا اگه یکی بول کارت باشه یا نباشه کاری ندارم. این منظوری که مدارکی که شرکت باید آماده بکنه چون دید داره، یعنی قبلا از ایران شاید نیرو گرفته یا نیرو ایرانی داره، برات صبر میکنه. حالا بگی مثلا من سفارت بسته شده، ممکنه برات حتی 2 ماه وایسته. ولی یه تعداد شرکت خب اینو ندارن، یعنی نیرو ایرانی ندارن، درکی ندارن، ریسک نمیکنن. همین که شما بهش میگی فلان، بعد میگه او نه این مثلا وارد پروسه میشه، ممکنه 6 ماه دیگه هم این نیاد. بعد من میمونم الاف این شدم، بعد مثلا جواب چی بدم، بعد بگم من نتونستم نیرو پیدا بکنم. خیلی راحت میگه نه و فلان. اوکی، بعدم رسیدی به یه جایی که دیگه لایده رو اون چیز نشد. اون موقع چی شد؟ بعد توی باز 1403 همین جوری دیگه چیز بود، میفرستادم خیلی چیز و مصاحبه‌های خوب و مثلا یه شرکت پتروشیمی خیلی بزرگی بود. یادمه مثلا اردیبهشت 1403 من مصاحبه داشتم. بعد این همین جوری بود، یعنی من مطمئنم که من رو مثلا فرض کنید نزدیک 3 ماه به من جواب ندادن. بعد از 3 ماه به من مثلا توی حدوداً وسطای مرداد فکر میکنم به من لایدا فرستادن. ولی بعد گفتن ما نمیدونم شما خیلی خوبی، ما میذاریم تو اون نمیدونم لیست خودمون و فلان از این چیزا. ولی این فکر میکنم از اون مدلاییه که انگار باز نیروی دیگه ای هم پیدا کردن مثل شما و چون کسی که بخواد لایدا بده واقعا همون فرداش پس فرداش میگه دیگه. نمیذاره 2 ماه 3 ماه پروسه. مسلماً شما رو انگار جزء گزینه هاشون هستید، ولی اون دیگه اون گزینش نهایی نیستید. یعنی اونجا مثلا میگن آقا این فلانی بهتره، راحت‌تر میتونه بیاد فلان. همش همینه. یعنی حالا چون میگم اگر به لحاظ فنی باشه خود آدم متوجه میشه. تو مصاحبه از شما سوال میکنن نمیتونی جواب بدی، خب این مشخصه. آدم از حتی از چهره اونا متوجه میشه که یعنی نتونسته مصاحبه فنی خوبی داشته. به لحاظ زبانی همونجا ممکنه بهت بگن که مثلا متوجه نمیشی ما چی میگیم. خب این مشخصه جوابشون آخر نه. حالا استثناء وجود داره، ولی کلیت وقتی به لحاظ فنی یا زبانی یا هر دو نتونی اونا رو تو مصاحبه قانع بکنی، احتمال بالای 90% لایدا میدن. این یکی دومین چیزی که تازه دارم میفهمم اینه که نگاه میکنن
به تیمم میخوری یا نه؟ یعنی از نظر شخصیتی، از نظر 100%. یعنی احساس باید بکنم خب از راه دور خیلی سخته یه کسی خب دعوت کنم من میبینم حضوری باش، یعنی میچسبه به دل یا نمیچسبه به دل؟ 100%. میخوره به چیز آدم یه رئیس باشه با 10 تا نیرو، آدم خب به اینم هستش و بعضی وقتا من اینم میشنوم میگن که آره خوبه ولی فکر نکنم به تیممون بخوره. مثلا این چیزام هستش که سخت تره، واقعا خیلی سخته، با حالا اینترنت خوب نباشه شاید این چیزا همین روش میاد. اوکی حالا اوکی من فکر کنم اینو فهمیدم، ولی حالا برسیم به موقعیتی که یه جوری موفق که شدی اومدی اینجا. دیگه از موفقیت بگو. دیگه بعد من حالا در کناره، حالا قبلا چون فقط از طریق مثلا اون استپستون و ایناها اقدام میکردم، بعدن دیگه یکم تغییر روی کرد هم دادم، یعنی از تیر ماه 1403 و کاش زودتر این کارو میکردم، یعنی حداقل برای من، حالا نمیتونم برای همه مثلا بگم آیا این جواب میده یا نه، ولی برای من از تیر ماه 1403 من اومدم لینکدین رو جدی گرفتم. مثلا لینکدین اصلا نمیفرستم، هیچ، صفر. اوکی. خیلی جدی گرفتم و اومدم پروفایلم رو ترتمیز درست کردم و یه چند روز وقت گذاشتم روی اینو. بعد خیلی خارق العاده بود، یعنی شاید از موقعی که دیگه من فکر کردم این صفحه یه صفحه که حداقل ها رو داره، اون حداقل استاندارد لازمه رو داره و شروع کردم مثلا برم این رکروتر پیدا کنم و فلان با اینا کانکشن و اینا، مثلا شاید اغراق نکنم به 10 روز نکشید تلفن‌ها شروع شد. اوکی. تلفن‌ها شروع شد. تلفن میزد، مستقیم طرف تلفن میزد که اوکی. بعد اونجا من این قضیه ایران برام پررنگ شد که متاسفانه خیلی ها، مثلا یه روز صبح جمعه‌ای بود که من خواب بودم، بعد یه نفری بنده خدایی زنگ زد که ایشون از سوئیس بود، بعد تلفنی بعد به من همینجوری اول اسممو میگفت 2-3 بار تلفظ میکرد که بدون درست تلفظ میکنه، بعد به من گفت که میای سوئیس کار بکنه. خب من تو مشهد نشستم و میام چرا نیام، میام مرد سوئیس، چه سوالی بود. بعد یه 5 دقیقه ما با هم صحبت کردیم و فلان اینها، بعد یه دفعه طرف میگه ها جلیل مگه همینطوری، مثلا گفت مگه تو ایرانی؟ بعد انگاری بنده خدا مثلا نرفته توی پروفایل لینکدین من اون موقعیت مکانی من قشنگ نوشتم آقا مشهد ایران، نگاه نکرده، مثلا رفته نگاه کرده این چی تخصصش خوبه، بعدم زبانم میگه خوبه، خب میای؟ آره. بعد من میگم آره نگو، این طفلی فکر میکرد من آلمانم. اوکی. این فکر میکرد من آلمانم، میگفت میای سوئیس کار بکنی؟ من گفتم آره از خدام چرا نیام. بعدش میاد. بعد که یادمه این مثلا دقیقاً این که میگم متاسفانه این موقعیت جغرافیایی اون نگاهی که دارن، تا این آقا فهمید من ایران هستم گفت واو ما نمیتونیم باید ادامه بدیم. دقیقاً همین جمله. بعد گفتم من چیکار کنم؟ همینجوری بهش گفتم من چیکار کنم، من خیلی ماجرا پیش میاد و من تماس میگیرن و فلان اینا. بعد قشنگ یک کلمه گفت وارتن. دقیقاً فقط گفت وارتن. بعد منم این حرفشو جدی گرفتم، گفتم آقا به هر حال یه چیزی که من همیشه میگم، حالا به دوستان وقتی صحبت میشه میگم که اگر حد اقل‌های لازم رو داری، زبان، تخصص و اینها، بذار تا اون زمان مناسب و مکان مناسب تو برسه. آره. اگه حد اقل‌ها رو داری ادامه بده، همینجوری با انگیزه ادامه بده. بله. و من حرف ایشون رو جدی گرفتم، یعنی گفت صبر کن و منم گفتم آره من باید کارم رو ادامه بدم و صبر کنم تا اینکه اون کم نشد دیگه، یعنی خداحافظی و فلان. و تا اینکه یه روز یه پیغامی گرفتم از همکار شما که آره. دکتر ذاتیش. بعد ایشون یادمه که فکر می‌کنم توی شهریور بود به من لینکدین پیغام داد که بازم این از میگم خوب بودن لینکدین برای من. و من حتی یه قرارداد کاری سومی هم گرفتم، حالا میگم بعد خدمتتون، اونم از لینکدین بود که یه رئیس یه شرکتی برام قرارداد فرستاد، اونم باز لینکدین بود. یعنی من 3 تا قرارداد کاری گرفتم، بعد 2 تاش از لینکدین بوده با این سرعت، یه دونش از استپستون بود، اون اولیه که نامه کفایت زبان نداده. بعد دیگه دکتر ذاتیش و صحبت و اینها، بعد گفت زبانت چی جوریه؟ گفتم زبانم خوبه، یعنی میتونم کارم رو راه بندازم و اینها. بعد همون روز دیگه قرار مصاحبه گذاشت با من که شما هم تشریف داشتین و بعد ما با هم ادامه دادیم
و خب خوشبختانه که شما تایید کردید که دقیقاً. ما میتونیم بریم مرحله بعد و بعد با همکار شما آقای کوین باز من یه مصاحبه دیگه داشتم و خوشبختانه ایشون هم تایید کرد و بعد از اون دیگه خیلی جدی شد قضیه و من با 2 تا از رؤسام که الان هستن اینجا دیگه اون مصاحبه ترتیب داده شد و یه مصاحبه‌ای که حالا هم مصاحبه تخصصی بود و هم همون سوالات رایج همیشگی و خوشبختانه با تمام اون فشار روانی زیادی که بود اون مصاحبه نتیجه بخش بود و در آخر دیگه شما اعلام کردین که آقا اینها مثلا مایلن با من ادامه بدن این پروسه رو جلو ببریم. دقیقاً. و فکر میکنی چه فرقی داشت این که حالا با کمک خودمون ما با اینکه خیلی خودت ماشاءالله هزار ماشاءالله همه کارا رو کردی، زبانت رو رسوندی تا اونجایی که واقعا خوب بود که میتونی تخصصی صحبت کنی، کارهای لیگالیزی قوم و این حرفا سی وی یه جورایی جواب میداد، یعنی یه کاری درست بود یه جایی با اینکه دعوت میشدی، ولی اون آخرین محله که برسه به این که فتخاگ و یعنی چیز بشه، حالا من هنوز نپرسیدم اون یکی هم با اینکه اینجا میدونم کار خوبی گرفتی، یعنی اینجوری نیستش که بگیم کار بالای بلو کارد کاری، یعنی ما چند تا مدل قرارداد داریم ولی اینجا شدی پروژکت لایتر یا میشه گفتش سبک چیز که وارد شدی خیلی خوب بود. اون یکی جاب آفرام در این چیز بودن یا چرا اونا رو بر نداشتی؟ چرا اینو رفتی دنبالش؟ اینا یه توضیح بدی که ما متوجه بشیم که چرا آخر سر با این گزینه که ما به تو دادیم رفتی جلو و نبود چیزی دیگه ای. حتما این مصاحبه که انجام شد بعد طبیعتا به خاطر بزرگی این شرکتی که حالا من هستم و 50,000 تا حدودا نیرو داره و اینها یه مقدار این پروسه قرارداد فرستادن و اینا طول کشید. یعنی من یادمه تو همون شهریور شاید ما مصاحبه رو انجام دادیم، شاید فکر می‌کنم 1.5 ماه شد حدودا. دقیقاً. شاید توی وسطای شاید آبان بود فکر می‌کنم برای من قرارداد فرستادن و این وسط همینجوری من کارمو خب چیز بود تا وقتی قرارداد دستت نیست هنوز آدم چیزه، یعنی سعی می‌کنه کارشو ادامه بده. همینجوری ادامه میدادم تا اینکه یه روز یه بنده خدای دیگه اون هم رئیس یه شرکتی بود میگفت ما یه شرکتی هستیم توی شهر کوچیک و 100 کیلومتری هامبورگیم و اینا، یادم نیست واقعا اسم شهر و اینها رو، ولی اون بنده خدا رئیس شرکت بود. بعد پیغام داد و توی لینکدین و ما قرار ست کردیم که فلان ساعت مثلا با هم مصاحبه کنیم و یه انسان خیلی خیلی محترم خیلی خوب و خیلی جالب بود برام که ما 1.5 ساعت دقیقاً با هم صحبت کردیم. واو. با اون رئیس؟ با همون رئیس 1.5 ساعت ما صحبت کردیم. خیلی یعنی اون تهش فقط گیر این بود که تو چرا میخوای بیای توی شهر ما کار بکنی؟ شهر ما مثلا مثل شهرهای خیلی بزرگ نیست، شهر معمولیه مثلا اینجوریه، مثلا چرا میخوای بیای؟ مثلا یه نگرانی داشت که مثلا نکنه من بیام شرکت اینا بعد پس فردا آره مثلا یکم اونجا آره وارد آلمان بشم بعد بگم آقا خداحافظ و من دیگه نمیخوام. بعد من بهش گفتم آقا من میخوام کار کنم، تو اون چیزا که داری برای من توضیح میدی خب تخصص منه، برام جذابه، منم شرکتت برام مهمه نه اون شهر، یعنی میخوام اینجا تجربه کسب کنم، زبانم بهتر بشه، تو آلمان با اون فرهنگ کاریشون آشنا بشم و اینا برام اولویت الان، نه اینکه بگم شهرش حالا چقدر اندازش و امکاناتش. خلاصه که ایشون هم این خیلی باز از اون نکات عجیب بوده تو پروسه کاری من که ایشون بعد چند روز سر صبح بود، یادمه که من خونه بودم دقیقاً اون روز، برای من قرارداد کاری فرستاد. اوکی. و همون روز من از شما پیغام گرفتم توی واتساپ که به من گفتین که برات قرارداد فرستاده این شرکت، که گفتم نه، شما گفتین که امروز باید برات چیزی بفرستن چون اینا گفتن ما امروز دیگه آماده ایم و قرارداد میفرستیم. و بعد از ظهر از این شرکت قرارداد گرفتم، یعنی تو یک روز دو تا قرارداد. واو. اوکی. یعنی صبح از اون رئیس اونشه و بعد از ظهر هم از این شرکت که الان انگار چیزم شاغلم داشت. حالا نکته ای که من چرا با شما ادامه دادم چون سر همین ریزه‌کاری‌ها، یعنی خب شما الان قرارداد رو گرفتید و یه چیزای این وسط میاد، یعنی تا الان دست شما بوده،
شما خودت ثابت کنی به لحاظ تخصصی، به لحاظ زبان، به لحاظی که شما روحیه تیمی دارید، با فرهنگ سازمانی شرکت شما مچ هستید، میتونید اینجا کار بکنید، اینا شما رو پسندیدن، خواستن. دیگه حالا یه چیزایی وسط میاد صادقانه که دیگه دست ما نیست. دقیقاً. یعنی ممکنه تو این پروسه مثلا این مشکلی پیش بیاد، مثلا ویزا عقب جلو بشه، دست هیچکی نیست واقعا. یعنی ممکنه الان یه عزیزی میره اقدام میکنه برای ویزا، 20 روزه ویزا میگیره. حالا الان همین شرایط خاص الان نمیگم، حالا قبل از این مشکلات بله. من مثلا میدیدم بچه‌ها تجربیاتشون رو مینویسن، یکی میگفت من 20 روزه گرفتم، یکی میگفت من 90 روز منتظرم خبری نیست. بعد همینجا مثلا شما وقتی تو این پروسه میافتید که یک چیزایی دیگه دست شما نیست، حالا اون وسط مثلا شرکت شروع کار شما رو زده مثلا فلان ماه و شما ویزاتون تا اون موقع نیومده و ممکنه شرکت یه دفعه بگه من دیگه نمیتونم با شما مثلا بیشتر از این صبر کنم. و این چیزایی که من خب با شما چون آشنا بودم تو این پروسه، خب ته دلم خیلی قرص بود که صادقانه میگم که یعنی با شما ادامه بدم، اگر به مشکلی هم بخوره یکی هست اونور که هوامو داره. یعنی اینو مواظبه که مثلا آقا این کار خطا نره. بله. و خب درستم بود. یعنی بعد دیگه یادمه به اون رئیس اون شرکت عذرخواهی کردم و همین براش صادقانه توضیح دادم. و ایشون از دستم ناراحت شد حالا، ولی خب براش توضیح دادم، گفتم اینجوری شده و من یه شرکت دیگه هم هست و اینا باید با اونا ادامه بدم و اینجوری شد. بعد دیگه یادمه که توی این پروسه دقیقاً شما هم مدام چیز بوده، انگار این نظارتی بود که آقا الان این مدرک رو بگیر، برو اون مدرک رو بگیر، نمیدونم این کار آماده بکنیم، ما از این ور با شرکت صحبت میکنیم فلان چیز رو بفرسته. و ترس بزرگی که داشتم که طبق تجربه قبلی همین نامه کفایت زبان بود که یادمه به شما گفتم و خیلی راحت برام شرکت فرستاد. دقیقاً. همین چیز خیلی ساده ای که البته بگم چون من ضربه خورده بودم از آره اینو ما خب واسه ما هم یه چیزی خنده داره، میگیم خب میگیریم، ولی اینجام شرکت گفتش در از اولش گفتش ما این کار رو نمیتونیم بکنیم. یعنی چی؟ خیلی توضیحات میخواست که ما بهشون بگیم ببین بنک ویزا که الان شرکتی که داری کار میکنی خیلی بزرگه و چند تا قسمت‌های HR داره، بعضیا واردن بعضیا وارد نیستن، بعضیا اولین بارشون بود. این یه دونه قسمتی که الان شروع کردی اولین بارشون بود که واسه یه سفارت یه چیزی باید بدن و اونا هم ترسیدن اولش، ولی خب همینجوری که ما خب آشنایی داشتیم و این حرفا و تجربه دیگه داشتیم بهشون گفتیم این اصلا هیچی نیستش، اینو اینه. و یه شانسی دارم خب همین که من توی شهرداری اینا رو کار کردم میتونستم یه جوری بهشون تایید بکنم، بگم ببین اصلا هیچ مشکلی واسه شما ایجاد نمیشه. آخر سر قشنگ روی همون کاغذ ویزا و این حرفا با مهر و همه چی اینو فرستادم، ولی راحت نکردن. یعنی نمیخوام بگم که وقتی همه فکر نکنن راحت نیستش، باید خیلی توضیح داد و اینجا هم باید توضیح میدادیم. نه واقعا همینه. میگم الان ممکنه مثلا یه عزیزی یه دوستی مثلا اقدام میکنه با یه شرکتی، اون شرکت دید داره، یعنی اصلا شما بهش میگی نامه کفایت زبان بدون مشکل همونجا برات صادر میکنه. حتی من یادمه مثلا یه دوستی توی تلگرام مثلا میگفت من به شرکت گفتم، بعد شرکت گفته من نمیدونم چی میگی، یعنی چی؟ من میگه یه نمونه براش فرستادم، میگفت مثلا چند دقیقه بعد این همون نمونه برام نوشت و فرستاد. بعد خود توضیح داد. بعضی شرکت ها میگم اینا اون ترس ماست. یعنی دیگه هیچ کاری از دست ما ساخته نیست. تو داری کارتو درست میبری جلو، بعد پیش میگه آقا من این نامه میخوام. خب زبان همه میدونن 1 سال اعتبار داره. خب اگه شما تو اون 1 سال کار پیدا نکنی اون کلا باز باید بری دوباره امتحان زبان بدی، با یه پروسه خودش اصلا خارج کشور شاید باید چیز مثلا یه زمان حالا من نمیدونم وضعیت گوته رو مثلا گفتن گوته بسته شده این مشکلات هست. بعد بنابراین بچهای جاب آفر اصولا خیلی هاشون یه نامه فقط یه تاییدیه کفایت زبان لازم دارن. اونم میگم یه شرکت ممکنه یه دفعه در کمال ناباوری بگه من نمیدونم. ولی یه شرکت هم خیلی راحت اینو صادر میکنه. ولی برای من میگم اون ترسه بود، ولی خب خوشبختانه میگم الان با زحمت شما اون مثلا اینا رو من تونستم همینجوری، یعنی مدارک رو کامل بکنم و بعد رفتن به ویزامتریک و اینها که من یادمه بعد از ویزامتریک دقیقاً اول انگار شروع کار من اول ژانویه بود. آره دقیقاً. همین 2025 الان درست یه سال پیش دقیقاً. آره دقیقاً. و من اول ژانویه ویزام نیومده بود. این یه مشکل دیگه. خیلی. بنک خورده بود به کریسمس و تعطیلات. دقیقاً.
اینا آره یادمه درست. من دقیقاً آره. برای من 66 روز طول کشید این پروسه. از روزی که اقدام کردم تا اون روزی که ویزا رو گرفتم 66 روز. آره. و همین که باز شما صحبت کردین و بدون مشکل برای من قضیه جلو رفت که آقا من انگار از اول ژانویه شروع کار من شد اول فوریه. دقیقاً. و خب من کی گرفتم؟ من 25 ژانویه ویزا رو گرفتم. راست میگی. آره. و همینا میگم اون چیزیه که من رو مثلا خب تصمیم درستی بود. بله. که آقا مثلا من با شما بیام جلو و یکی هست اونور هوامو داره مثلا سر این چیزایی که دیگه کاری از دست من ساخته نیست، یکی هست که از من دفاع بکنه. بله. این چیزا ارزشمنده. یعنی یکی الان خیلی ها هستن که تخصص درست، زبان درست، همه چی پرفکته، ولی سر همین ریزه‌کاری‌ها یا اینکه مثلا اونور همین تو ایران بودنه مثلا متاسفانه که میگم اونا رو دچار تردید میکنه. و اگه یکی اون وسط باشه که مثلا بتونه شرکت رو متقاعد بکنه، طبیعتا خیلی از بچه‌ها میبینید به نتیجه میرسن. دقیقاً. که مثلا پروسهشون طولانی میشه، خیلی ها این جور مشکلاته. نه صرفاً بگیم تخصص مشکل دارن یا مثلا زبان مشکل دارن، نه همه چیز پرفکته. آره. ولی سر همین ریزه‌کاری‌ها نمیتونن کار بگیرن. خیلی من اینو الان تجربهشو خیلی کردم، هم توی کاری، دانشجویی، آسپلونی دیدم که مثلا به خاطر حالا مخصوصا الان که سفارت بسته شده این حرفا خیلی جابشون از دست دادن به خاطر این. دقیقاً. و کسی رو نداشتن اینور که صحبت کنن با طرف، بگن ببین موقعیت اینه، اینجوریه اونجوریه، که باور کنن. و این خیلی متاسفانه اینو خیلی‌ها کم میبینن. یعنی چی میگن کم میگن، چی میگن، جدی نمیگیرن. آره. یعنی نمیگیرن. آخرش هم میگن جاب آفر یعنی نمیدونم فترک یعنی قرارداد، ولی به این فکر نمیکنن که میتونه همیشه پروسس ها عوض بشه. آدم نمیدونه فردای هیچ کس فردا رو نمیدونه چی به چیه، مخصوصا تو ایران که همه چی بعضی وقت اینجوری بعضی وقت اونجوریه. الان موضوع خودتو از دید ما هم بگم چه جوری بود. من الان درست یادم میاد ما قبلش یکی رو داشتیم که بلو کارت مثل خودت رفتش دم سفارت بدون وقت، 2 هفته بعدش گرفت بلو کارت، خیلی راحت. ما هم همینو به کارفرما گفتیم ببین اینجا یه تجربه خوبی داشتیم، چرا اینجا الان چیز میشه؟ این هم همینجوری میشه که اصلا جذاب بشه اصلا این کارو بکنه. اگه از قبل میگفتیم که این پروسس بیشتر از 3 ماه طول میکشه، شاید نمیگفتن. و با خاطر تجربه قبلی و این حرفا اوکی گفتن. و حالا بدشانسی تو چی بود که اینا هم دیر جنبیدن، اینا خودشون هم حالا یکی مریض شد، یکی نمیدونم اینجوری شد، یه داستانایی که معمولیه تا افتاد به کریسمس، بعدش دیگه خیلی طول کشید و اصلا کلا خیلی داستانای زیادی بود. ولی آخر سر همه خوشحالن. حالا بعدا میرسیم به این که الان چه جوریه و اینجوری شد. و یه چیزی هم، یه نقطه‌ای که خیلی‌ها نمیدونن باید انجام بدی، تو اون موقعی که میری سفارت باید یه آدرسی داشته باشی اینجا، باید فزیشغون چی میگن بیمه داشته باشی، هم بیمه سفر هم بیمه اینجا. و اینم یه چیزاست که خیلی نمیدونن که این کارو میکنن و الان نمیشه. و اینا هم یه خود ریزایی که داری میگی الان مخصوصا میگم واسه بچه‌ها، حالا کسایی که با ما هم کار نمیکنن، که بدونن اینا هم هستش. یعنی این فزیشغون خیلی مهمه که باید، وگرنه اگه بیمه نباشی قرارداد نمیگیری. این یه چیزیه که به هم دیگه ربط داره و اینا. ولی خب ادامه بده، خود بهتر میتونی از دیدت بگی. خواهش میکنم. ولی چیز شد دیگه. حالا میگم یعنی اولین مثلا مشکل جدی همین بود که ویزای من سر وقت نیومد. دقیقاً. و خب باز میگم همین ممکن بود الان اگر من خودم جلو میبردم کنسل بشه. بله دقیقاً. نمیگم 100% ولی احتمالش بود. آره. میگن آقا ما نمیتونیم الان، ممکنه تا اول فوریه هم نیاد، ما تا کی صبر کنیم. بله دقیقاً. ممکنه هم هست نمیشد. یعنی یه چیزی نیست که، ولی میترسونه شما رو. یعنی میفهمم. آره. چون دیگه تو این وسط تصمیم گیرنده نیستی. و از اون طرف هم میخوای یه جوری برنامه‌ریزی بکنی، میخوای کل زندگی تو جمع کنی و بیای بعد روی چی حساب، آدم روی چی کجا برم الان میخوام نمیدونم آدرسی همون فرمایش شما، من باید اونجا مثلا یه آدرسی ارائه بدم. دقیقاً. بعد من باید اینا رو چجوری جلو ببرم؟ الان کی ویزا مثلا میاد، من بعد بخوام قدم‌های بعدی رو انجام بدم. درسته؟ ولی میگم یعنی این که مثلا انجام شد و بعد من تونستم اینجا، خب شما به من این تایید رو دادید که مثلا یه جایی ما برات میتونیم پیدا بکنیم، بیای اینجا مثلا باشی
بعد نمیدونم اقدام بکنیم ما مثلا برای اون کارت سلامت و برای اون بیمه که بسیار اون مهمه، خیلی بسیار خیلی. مهمه. آره خیلی. و خب من واقعا دیگه از اونها دیدی نداشتم، یعنی اگر هم می اومدم اینجا طبیعتاً اون روزای اول به شدت اذیت می شدم، یعنی هم هزینه های من خیلی بالاتر می رفت و هم مقدار فشار خیلی بیشتر، چون می بینم بعضی از عزیزان میان و چقدر تو این پروسه اذیت میشن. یعنی اینها بعد با شما جلو رفت و خوشبختانه من اومدم اینجا. یادمه که رفتیم برای ثبت نام شهرداری ولی کی از فرودگاه برات داشت آورد؟ شما. آره. نه ما دیگه ما هم خب ذوق زده بودیم، گفتیم که خب باید دیگه از اینجا دیگه آلمان رسید پات، بهت گفتیم دقیقاً. دیگه اینجا دست ماست و دیگه خیال راحت باشه و اومدیم تو رو از فرودگاه برداشتیم بردیم. آره من یادمه که چهارشنبه 29 ژانویه من رسیدم اینجا و شما و کوین عزیز آره یادمه و خونه آماده بود. دقیقاً. بعد با هم رفتیم فروشگاه، حتی اینجا فروشگاه اینجا به خرید کن این چیزا و این بسیار اینا مهمه. خیلی. این فروشگاه برو خرید کن، این مناسب تره، این نمیدونم مثلا بهتره برای ما. و یادم فرداش رفتیم ثبت نام شهرداری و خیلی مهمه 100% حساب بانکی باز کردن و دقیقاً. و اصلا ریزکاریای زندگی اینجا، برو فلان جا نمیدونم بلیت قطار رو نمیدونم این سری چیزایی که اولیه که بتونی استقلال چی میگن راه همینجا فقط راه بیفتی. ولی خب میگم اینا یه سری چیزاییه که الان شاید یکی نشسته مثلا اینجور نگاه میکنه میگه خب اینا چیزی نیست ولی به شدت اینا اذیت کننده است روزای اول. چرا؟ چون اومدی اینجا نمیتونی ارتباط بگیری. بله. یعنی ما مثلا مثل تو ایران نیست که حالا از مشهد من بلند شم برم تهران خب همه هموطنن همزبون، حالا این سوال میکنیم اون سوال میکنیم اطلاعات دارن راحت رو. بله. ولی اینجا اصلا شما از هر کسی هم بخوای بپرسی اصلا بخواد شما راهنمایی بکنه خب زبون نمیدونی گیر میکنی. دقیقاً. بخوای یه چیز ساده رو توضیح بدی گیر میکنی. بله. بعد اینها اون وسط یکی هست که کنار به کنارت میاد، خب هم اعتماد به نفس داری هم میدونی کارت داره درست بدون نقص انجام میشه. دقیقاً. بسیار ارزشمنده. بله. و بعد کم کم دیگه راه میفتی اونجا دیگه باز خود انسان میاد وسط، یعنی که باز دیگه تو یه کارایی میتونی بکنی که وضعیت رو بهتر بکنی، که زبان تو جدی بگیری. دقیقاً. یعنی من از همون روزای اولی که کارم شروع شد دوباره اینجا یه معلم زبان پیدا کردم، کلاس آنلاین همین الانم دارم میرم. آفرین. آره. چون میدونم که اون زبانی که من اونجا یاد داشتم تو ایران یه چیز دیگه ای بود، فقط لازم بود تا منو برسونه اینجا. دیگه اینجا یه چیز دیگه، یه مسیر دیگه ای شروع میشه. دقیقاً. و یه سطح دیگه ای از زبان میخواد. دقیقاً. بعد باید خیلی تمرکز بکنی روی کارت اینجا. خیلی. آره. یعنی اینجوری نیست که بگی همه چی دیگه تموم شد. آره یعنی تو یه مسیر اومدی، حالا این کارم نشد میتونی بری یه کار دیگه. ولی به هر حال باید تمرکز بکنی. اون 6 ماه مخصوصا دوره آزمایشی به شدت استرس آوره. یعنی شما به صورت نامحسوسی زیر نظری چجوری آیا این شخص روحیه کار تیمی داره، نظم و ترتیب داره، مثلا دیسیپلین کاری این موقعیت شغلی رو داره، دقیقاً. توانمندیشو داره، آیا زبانش بهتر میشه، آیا اصلا انگیزه داره واسه این کار یا نه دیگه چون این کارو گرفته دیگه مثلا ول کرده همه چیز. بعد اینا رو بچه‌ها به نظرم توی این عزیزانی که میان شروع به کار میکنن از نگاه من متمرکز باشن فقط روی کار، مخصوصا همون 6 ماه دوره آزمایشی. خیلی خوبت سایت که اینجا میگن. دقیقاً. فقط تمرکز روی کار، چه فنی و چه زبان. بله. این مسیر شما رو آسان‌تر و انگار راحت‌تر میکنه. دقیقاً. اینکه تو به مرور بعداً هی تجربت بیشتر میشه و به مرور اعتماد به نفست میره بالاتر، جا میفتی به اصطلاح. و زبان رو به نظرم باید خیلی خیلی جدی گرفت. کلیده واسه همه چی، واسه رشد شما، واسه این که اصلا بخوای طبیعتا اصلا یکی دوست داره موقعیت شغلیش رو عوض بکنه، خب وقتی با زبان بهتری هست میتونه خیلی راحت‌تر کارو به دست بیاره. دقیقاً. و همین، یعنی اینها به نظرم کلیدیه واسه پیشبرد کار اینجا توی آلمان. و تو هم خب میتونم اینو بگم
از همون اولش حرف گوش کن بودی، یعنی هر چی بهت گفتیم هم انجام دادی و واقعا هم هر استپی که رفتی موفق شدی. ما داشتیم کیس های دیگر هم که آقا ما خسته شدیم اینا، صبح ساعت اول نمیدونم چی تو فرقی نکرد. من فکر کنم شما 3 مدل شیفت دارین توی کارتون. شیفت های اول خب اولاش یادمه، حالا خودت شاید بتونی بهتر تعریف کنی، اولا همه شیفت های صبح اول وقت رو به تو میدادن، بنک جدید بودی دقیقاً. نمیدونم برو اولش بنک آدم خب با تیمم جور بشه. از یه طرفی خب رئیس کل اگه میخواد تو استخدام بشی یه چیزیه، ولی تیمم خب باید تو رو اکسپتیرن بکنه، یعنی قبول کنه. و ایناست که دیگه ما یکی هم دیگه خیلی کاری نمیتونیم بکنیم اینجا، دیگه خودتونین که تو ایران هم داریم اینا، ولی خب مخصوصا شما از یه کشور دیگه میایین با یه فرهنگ دیگه، ولی بیشتر وقتا تحصیلات و همه چیتون خیلی بالاتره و دانشتون هم خیلی بالاتره و این میتونه به، حالا نمیدونم پیش تو چجوری بود، ولی به حسودی بخوره، به آدم نخواد طرف یه جوری چیز بگیره اینا. و اینا یه چالشاییه که اصلا کسی فکر نکنم الان توی ایران راجبش فکر کنه که اینا نه واقعا. و با زبون کم خب خیلی سخت‌تر میشه آدم بگه نه یا چرا یا هر جوری. و ایناست که مخصوصا هم خب خیلی میخوان با رقم بالایی بیان اینجا با بلو کارت، یعنی آدم کسی که درآمدش بیشتره، مسئولیتش بیشتره و خب بیشتر هم حسودی هم بیشتر میشه. اینم باید آدم بدونه که اینا هم هستش. دقیقاً. ولی خوب تونستی انجام بدی و اینکه رفتی و میدونم بغل کارت رفتی درس تو زبونتو خوندی و تخصصت هم با این حال هم انجام میدادی. نمیدی اینجا و اینکه خیلی هستن میگن آقا من همین چی بلدم. نه، اینجا تو آلمان رسم و اصول نورما اینا فرق میکنه کاملا. که حالا اینجا رو شاید هم تو هم میتونی خود بازش بکنی. من که میدونم خیلی مهندسا هم اونور هستن که واسه شون جالبه که تخصصی، من که من خودم مهندس نیستم که بتونم بگم اینو ایناش فرق داره یا ایناش فرهنگ کار و این حرفا. اون موقع که حالا بگی الان رسیدی آلمان همه کارا رو انجام دادی، از نظر حالا بگیم خونه رو داری، نمیدونم توی شهرداری خودتو ملی کردی، همه چیزای فرمالیتی رو انجام دادی، تثبیت شدی اینجا. آره. حالا روز اول کاره یا روزهای اول کار تو اگه بتونی خودت تعریف کنی که چجوری بود؟ آره خواهش می‌کنم. این خب برای من مثلا توی این شرکت حالا اون پوزیشنی که مثلا باید انجام میدادم مثلا گبویده لایت تکنیک و اینها و یه پوزیشنیه که مثلا اون شخصی که اینجا هست الان یه آلمانیه که مثلا 25 سال خب سابقه کار داره دقیقاً تو همین پوزیشن همینجا و خیلی هم چیزه اینجا، یعنی انسانیه که قابل احترامه و مثلا ایشون چون بازنشسته میشه اون پوزیشن رو من باید بعد ایشون انجام بدم و یه مثلا نگرانی بود که حالا من باید اینو بگم یه دوست ایرانی قبلا اینجا بوده توی همین پوزیشن و اون عزیز مثلا همین چیزی که من مثلا بیشتر منو نگران کرد این بوده که یه دوست نازنینی اینجا بوده، ایرانی هم بوده و بعد 2-3 ماه کار نتونسته، انگار دوره آزمایشی متاسفانه نتونسته موفق باشه تو دوره آزمایشی و انگار باش قطع همکاری کردم متاسفانه که خب من مثلا اینو وقتی شنیدم خب ناخودآگاه ترس شما زیاد میشه که بله آره میگه که من میتونم حواست داره، یعنی باید حواست واقعا به کارت باشه. بله من میگم همیشه حالا یه توصیه‌ای که دارم دوستانه به عزیزان اینه که متمرکز باشن، یعنی میان اینجا فقط حواسشون اوایل تا اون جایی که خودت حس میکنی دیگه آره سوار کار شدی، یعنی میفهمی داری چی کار میکنی، تا اونجا واقعا باید متمرکز باشی فقط روی کار. بله یا فقط روی زبان، یعنی به حاشیه نری. میفهمم یعنی فقط سعی کنی اون هدفه برات جلو چشمت باشه و اصلا به حواشی دقت نکنی. تو محیط کار اگه چالشی به وجود میاد بعضی وقتا مثلا شما رو میفرستن دنبال کارهای مثلا الکی، مخصوصا اینا تو دوره آزمایشی زیاده، فقط میخوان شما رو آزمایش کنن، روحیات شما رو یه دفعه ببینن شما عصبی میشی. مثلا شما یه مهندس برقی، مثلا ایرانی‌ها مخصوصا مهندسا چون تو ایران تو پوزیشن‌های مختلف باید جوابگو باشن، جالبه که دانش بسیار خوبی دارن، یعنی مثلا این طرف برق قدرت میفهمه، از الکترونیک میفهمه، برنامه نویسی میکنه، کار کنترلی میکنه، جالبن
ولی اینجا اینجوری نیستن. اینجا مثلا طرف می‌بینی رفته مثلا یه مدرکی گرفته توی شاخه‌ای یه کار خاص رو انجام میده، همین یه بودی یعنی اصلا آره. بعد یه ایرانی میاد اصلا میگه اینا مثلا چرا اینجوری ان، مثلا این کاری که تو میکنی 1/10 مثلا وظایف من بوده تو ایران. بعد اینها یه مقداری چالش ایجاد میکنه. بعد تو نشستی با این وضعیت داری کار رو انجام میدی، بعد اون طرف مثلا تو دوره آزمایشی میخواد شما رو به چالش بکشونه، میفرسته شما رو سر یه کارای اصلا بی خودی، یعنی هیچ ربطی به کار شما، به حیطه کاری شما نداره. اینا باید سعی کنی اصلا وارد این حواشی نشی. بله. اینا تسته، یعنی میخوان شما رو بسنجن به لحاظ روحی، به لحاظ که تو کار تیمی چقدر میتونی کنار بیای با بچه‌ها، چقدر مچ میشی تو شرایط سخت، چقدر خودتو حفظ میکنی، احساساتتو کنترل میکنی. خودم سربازی نرفتم ولی احساس میکنم مثل سربازی دورهای اول آدم همه چی بره تا به جزء تیم بتونه بشه. اینا ممکنه برای همه پیش نیاد، یعنی ممکنه مثلا بعضی از دوستان اینو میشنون مثلا اصلا نباشه، براشون اصلا این نباشه، ولی من خیلی میشنوم، ولی برای خیلی‌ها هست. هستش. اگه میگم مثلا یک دوستی این چیزا پیش میاد، حواسش باشه که این دارن آزمایشت میکنن. خیلی مسالمت آمیز باید انجام بدی، این چیزا بگذره. چون تو خودت میدونی چه توانمندیایی داری و اهدافتو میدونی، فقط باید بگذاری مثلا دوستان خیلی مسالمت آمیز مثلا این شرایط سخت تموم بشه. بله درسته، دقیقاً. بعد دیگه کم کم آدم میگم، حالا نه اینکه مثلا من الان در جایگاهی باشم چون من تازه اومدم اینجا، ولی کم کم یکم شناخت دیدت از شرایط بهتر میشه. یکم زبانت بهتر میشه، بهتر میتونی ارتباط بگیری، باهاشون صحبت میکنه. یه مقدار ممکنه با بعضی‌ها مقداری تو کار صمیمیت‌تر بشی. اینها باز یه مقداری اون کار رو راحت‌تر میکنه. ولی اوایل مثلا برای من خب اومدم اینجا، بعد مثلا همین شخصی که گفتم 25 ساله مثلا اینجا تشریف داره، خب یه سری کاتالوگ و اینا به من داد، زیاد بود مثلا شاید 200-300 صفحه که اینا رو بخون مثلا. بعد مثلا با خودش گفت شاید مثلا 3 ماه با اینا مشغول باشه مثلا. و مثلا به مثلا 1 ماه نگذشته مثلا من رفتم مثلا گفتم اینایی که گفتی رو مثلا من خوندم. بعد حس می‌کردم که اون اول هی می‌خواستم به خودم بگم نه اینجوری نیست، برداشت من، ولی همین حس می‌کنی که وقتی یک نگاهشون نسبت به شما عوض میشه، مقداری شاید میبینه مثلا تو خیلی زمینه‌ها کار کردی که اون اصلا کار نکرده. بعد یه نگاه متاسفانه، نمیخوام مثلا وارد این چیزا بشم، دوست ندارم، ولی یه نگاه متاسفانه تو بعضی‌ها بالا به پایینی هستش. اصلا نمیخوام اینو بازش کنم، ولی توی تکنیکی، کارهای تکنیکی زیاد میبینم، با اینکه فرهنگا فرق میکنن. خب توی ایران من خودم الان با اینکه چند سال الان توشم اصلا وارد نبودم، تو ایران اینجوریه که اگه منو کوریگیرن بکنه، اصلاح کنه اگه اشتباه میگم، ولی احساس میکنم که یه کسی که میخواد مهندسی کار کنه باید تکنیکی خودشو بکشه بالا و نشون بده که من مهندسم. تو آلمان فهم میکنی یه کسی که مثلا مهندسی میخونه اصلا هیچ کاری تکنیکی انجام نمیده و اصلا دستاشو کثیف نمیکنه و اصلا با تکنیکی ها صحبت نمیکنه. و اگه یه کسی که مهندس وارد تکنیکی ها میشه توی زمینه و اینا با هم دیگه خوششون نمیاد از هم دیگه. و این کنه یکی میگه تو که هیچی بلد نیستی، با اینکه ما اینکه کار اصلی انجام میدیم، تکنیکی ها میگن، مهندسا میگن ما مخیم، ما همه چی بهتر میدونیم. از این نظر اینجا یه اختلاف فرهنگی توی کار، توی این زمینه چیز داریم. حالا چه برسه یه کسی که الکترو انجام میده، یه کسی که کلته، حالا به فارسی نمیدونم، یخ و اینا، سیستم‌های برودتی و سرمایه‌شو، مکانیک باشه، اینا دوباره همدیگه رو، اونا بیشتر قبول دارن، اونا کمتر قبول دارن و اینا هم جزش میاد که حالا فرق نمیکنه آلمانی باشی یا ایرانی باشی، این کلا هم هستش. دقیقا. و اینم فکر کنم یه چیزاییه که شاید به عنوان یه کسی که تو ایرانه، که من همیشه میگم خیلی ایرانی که من باشون آشنا میشن آچار به دستن، یعنی همه چی میگن آچار فرانسن، یعنی فرانسوی ان، یعنی اونا همه چی بلدن. آره. یه جورایی حالا اسمش هست الکترو خونده ولی مکانیک هم بلدم، اونو بلدن. اینجا باور نمیکنن و بهشون میگن آره ببینیم حالا چی میشه، ولی میرسن به اونجا میگن اصلا امکان نداره. و اینکه همونجوری که خودت گفتی خیلی یه بودی فکر میکنن و میرن توی داستان که چیزه. و این یه اختلافه که باید یه جوری آشنا بشن، به هم دیگه نزدیک بشن
و حالا رفتار تو خوب بود. من که من یادمه به من میگفتی فرزاد از یه طرفی میگفتی که کاری که میکنی اینجا اگه میخوای مقایسه کنی با کارهای ایران از درصدی خیلی کمتره. 100%. آره من گفتم همون جوری که اون مرده که توی سوئیس بود es braucht Zeit وقت بده به خودت. آره. میاد اینا. و اینکه آلمانی‌ها یه چیزی که دارن زود دوست نمیشن، یه خود وقت لازم دارن تا این چیز بشه. صمیمی نیستن همه مثل اول. من با ایرانی‌ها دوست میشم زود منو دعوت میکنن خونه، آره. پسر خاله و این حرفا. بعدن‌ها یه جورایی یه دفعه میزنن تو ذوقم و اینکه میگه نه اینجا دیگه مرز. آلمانی‌ها مرز رو اول میذارن و یواش یواش باز میکنن مرز و اینم دوباره اختلاف فرهنگی برای ما سخته. آره برای ما سخته. و شاید اولش خیلی سرد به نظرتون بیاد که آلمانی‌ها همه اینجوری خودشونن و سلام علیک نمی‌کنن و چیزه. حالا نمیدونم بعد از 1 سال فکر کنم فرق کرد موضوع یا چجوریه الان دیگه. اون موقع اولاش که اینجوری بود الان چجوری تغییر شده، یعنی تغییر کرده همه چی؟ مسلماً چیزه، یعنی هم به هر حال به مرور وقتی شما داری کارتو انجام میدی و تمیز کار میکنی، یعنی انگیزه داری تو کار، یه مقداری به مرور پذیرفته میشی توسط تیم. و همین که زبان شما کم کم مقداری رشد میکنه، بهتر میشه. بعد همین زبانه که بهتر میشه یه مقداری میتونی خب راحت‌تر صحبت کنی. آره. با بعضیا که حالا با روحیات شما مثلا نزدیکترن، بله. ارتباط میگیری یه مقداری به هر حال مثل تو ایران دیگه، حالا مثلا با یه عده‌ای تو کار صمیمی‌تری و اینها، اینجا هم همون جوری میشه. ولی خب تا اینکه به اون حد برسی آدم اذیت میشه. آره. یعنی این اذیت ها هست. یعنی این چیزی که مثلا من همیشه میگم یعنی که فقط بگذاریم بگذره، یعنی بله. تحمل باید بکنی. دقیقا. چون میگم آدم اومده اینجا اون اول فکر میکنه همه چی تموم شده ولی همه چی شروع شده. دقیقا. چون تو باید از صفر همه چی رو بسازی. حالا بله. با هر تجربه‌ای با هر دانشی از ایران اومدی، بله. اینجا صفره. مگر اینکه نمیدونم خانواده‌ای از قبل داشتی اینجا و دوستی داری و اینا کمک کننده است. ولی اونا هم بیشتر وقتا با کارهای خودشون مشغولن. آره ولی واقعا اگه یکی مثل من مثلا خب اینجوری بدون این چیزا اومده، خب ولی مثلا حضور شما مثلا با این کاری گیر میکنم، مثلا با شما صحبت میکنم، دقیقاً شما یه جمله‌ای میگی، مثلا یه تجربه‌ای برای من میگی که برای من کمک کننده است. بله. وگرنه میگم واقعا سخته، اوایلش سخته ولی هست، جزئی از مسیره، نمیشه کارش کرد. نه جزشه و اینم هدف ما هستش. ما خب میخوایم یه مدل کامیونیتی اینجا درست کنیم. الان فقط شما نیستین، کسای دیگه هم اینجا تو فرانکفورت هستن تو شرکت‌های مختلف، ولی زمینش همین تکنیکی، الکترونیک، مکانیک و این حرفا زیاد داریم و باید هوای همدیگه رو داشته باشیم. اینجوری خوب میشه. الان شما اینجا این شاید یه مهندس دیگه الان به زودی دوباره بیاد از ایران به آلمان، خب من میتونم اسم شما رو بگم، شما دوباره یه تجربه‌ای به اون میگین و اینجوری ما میتونیم اینجا رشد کنیم، کامیونیتی داشته باشیم. اینو یه خود کم میدیدم فعلا، من که اینجا خودم ایرانی هستم، بزرگ شدم و این حرفا، ندارم اون کامیونیتی رو که کاملا درست احساس کنم هوای همدیگه داریم و اینکه اینجوری آدم خونه بهتر پیدا میکنه، اینجوری آدم خب یه جای اذیت میشه دوباره کمک میشه و این احساس دلتنگیش هم میخوره کمتر میشه. خیلی این مهمه. یعنی یه وقتایی فقط شما لازم داری 10 دقیقه، دقیقاً فقط 10 دقیقه، یعنی باور کنید مثلا 10 دقیقه با یه هموطنی که میفهمد بله این شرایط و این مسیر رو رفته، میفهمد، صحبت میکنی، یه چیزایی بهت میگه، میبینی کل این نگرانیات میره. دقیقاً اینقدر این مهمه. یعنی وقتی اینجا هستی بعضی وقتا دیگه میبینی به یه جایی میرسی که واقعا سخت میشه، لحاظ روحی روانی آدم تحت فشاره. توی کار مثلا میبینی اذیتت میکنن. اذیت یعنی یه چیزایی پیش میاد توی کار انگار نمیفهمنت، تو مثلا حس میکنی مثلا اینجا مثلا توی تیم نیستی، اضافی مثلا. بله میفهمم. حالا این یا از روحیات ایناست یا هر چیزی هست، نمیخوام قضاوتشون بکنم ولی برای ما سخته. بله میفهمم. اینجا رو میگم اینجور دوستان باشن که مسیر رو رفتن، تجربه دارن، یه مشاوره، یه صحبتی، یه کمکی، یه چیزای حتی خیلی به ظاهر ساده، بله میبینی خیلی از مشکلات رو حل میکنه. دقیقاً این هدف منه که اینجا و اینکه من همه شما رو میشناسم یه جوری وصل کنیم و رشد کنیم.
و میگم به خاطر این پادکست رو میخوام بذارم که دیگرانم بدونن چیزی هستش. همون جوری که تو اینستاگرام همیشه میگن آقا اصلا زبون لازم نداری، بیا اینجا با بیهایندز حل. اینجوری نیستش. واقعا زبون همونجوری که خودت گفتی خیلی کلیدیه. بسیار و چالنج‌های یا چالش‌هایی که میاد چیزای دیگه میاد، یعنی آدم میاد اینجا تازه چیزای دیگه هم میاد روش و راحت نیست راش. حالا از خودت میپرسم، تو رو راست بگی به من پشیمونی اومدی اینجا یا هنوز میگی اوکی با همین بالا پایینی که داشتی؟ ببینید صادقانه تمام این پروسه مهاجرت بدبستونه. یعنی بهترین جا اگر شرایط همه چیز پرفکت باشه به نظر من برای ایرانی ها همون ایرانه. یعنی بهترین جا وقتی خب شما توی وطن خودتی، بله درس خوندی، توی دانشگاه خوب درس خوندی، بعد کار خوب پیدا میکنی، زندگیت خوب میگذره، همه چیز پرفکته، خب اونجا بهترین جاست که همه چیزت هست 100%. ولی وقتی یه سری چیزای کمه، مثلا یه سری چیزای میبینی جور نیست با هم، تو یک هدفهایی داری جور در نمیاد، حالا مهاجرت میکنی، حالا آلمان یا هر کشور دیگه، ما این همه مثلا متخصص داریم تو کشورهای دیگه، خب به هر حال بدبستونه، واقعا همینه. یعنی تو یه سری چیزایی رو اینجا میای به دست میاری ولی یه سری چیزایی رو باید تو ایران بذاری. میفهمم. یه سری چیزایی به هر حال، یه سری افراد، یه سری خانواده، دوستان، خیلی چیزا، همون وطن کلیتش. بعد اینا میگم یه سری چیزایی رو داری میذاری، خب یه سری چیزایی رو به دست بیاری و طبیعی هم هست، یعنی تو باید یه سری چیزایی رو به دست بیاری. اگه این سری چیزا رو به دست نیاری خب اصلا معادله نادرستیه. تو داری یه سری چیزا رو از دست میدی بعد چیز جدیدی هم به دست نمیاری، خب این جور در نمیاد. ولی اون چیزایی که به دست میاری رو دیگه باید یه جوری مدیریت بکنی که اون مثلا دلتنگی‌ها و اون دوری‌ها ایناها رو هم یه جوری این کناره مثلا مدیریتش بکنی. چون این چیزاست که آدم رو، اکثر افراد رو اذیت میکنه. من مثلا یه دوستی داشتم تو کلاس زبان تو ایران، بعد این نمیدونم یکی از این کشورهای اسکاندیناوی بود، بعد چند وقت اومده بود ایران، بعد میگفت من چیز شدم، میگه مثلا هومسک شدم، اون غم غربت و اینجوری شده بود. یعنی باز اومده ایران چند وقت زندگی کرده، باز دیده شرایط جوریه، باز دوباره میخواست بره آلمان، اومده بود تو این پروسه آلمانی خوندن. یعنی این چیزا سخته. ولی خب این ور باز داری چیزایی به دست میاری دیگه. یعنی باز سعی میکنی جوری تو ذهنت با این کنار بیای، آقا من این چیزا رو از دست دادم برای این چیزا. میفهمم. ولی برای من خب طبیعتاً چون یه سری هدفهای آدم برای خودش میچینه، وقتی میبینی مثلا خب داری تو اون مسیر میری جلو، حالا به سرعتش کاری ندارم، همین که میبینی داری براش یک قدمی برمیداری، این خوبه. یعنی به تو یک انگیزه میده که آقا کارتو ادامه بده، مثلا حالا زبانتو بهتر کن، اون چیزو یاد بگیر. همینا هی باید به نظرم تو این پروسه های اینجوری برای خودت هی هدف بچینی، درسته، که ایجاد انگیزه بشه و منظم باشی و یادآوری بکنی شاید بعضی وقتا. آره، یه تلاش مستمر، پیگیر و علاقه، انگیزه، این شما رو نگه میداره تو مسیر. میفهمم. نه من یه چیزی الان داشتی میگفتی بالا پایین و مسیر سخت بود. من یادمه که 3 ماه یا 4 ماه گذشت، ما خب همیشه سعی میکردیم من میگفتم جلیل هر ماه سعی کنیم یه بار با هم دیگه صحبت کنیم، یه آپدیت بدیم، ولی 3 ماه اول خیلی رفتی توی کار و خیلی چیز بود. دیدمت بعد از 3 ماه فکر کنم تقریبا، گفتم خب بیا ظهر همدیگه رو ببینیم، ما محل کارمون نزدیکه، یه چله کباب بزنیم تو رک ببینیم چیه. بعدن گفتی که باید ببینم اصلا من میتونم ظهر آزاد بشم یا نه. گفتم منظور چیه؟ تو یه وقتی باید خب غذا بخوری و حالا نمیدونم اجازه دارم اینو بگم یا نه، ولی یه دفعه گفتی که من گفتم تو گفتی که آره ولی من سعی میکنم غذا زیاد نخورم بین سر کارم، میخوام کارم خوب انجام بشه. من گفتم این جزء حقوق بشر آلمانه که باید تو یه پاوزه داشته باشی و باید غذا بخوری. هیچی، کوتاه کنم دیدمت، یه دفعه دیدم یه حالا نمیدونم 5 کیلو 10 کیلو در اصل خیلی لاغرتر شده بودی
و یه دفعه شوکه شدم و تعریف کردی که تو الان 3 ماه درس میشه گفتش هیچ وقت ظهر میتاکس پاوزه به قول آلمانیا درست انجام ندادی و از صبح تا شب فقط کار کردی که چیز خوبیه. من اگه کارفرما باشم میگم چه باحال یا کارمندی که درست کار میکنه. بگم من فرهنگ آلمانیا رو خوب میشناسم. حالا تو راجع به آدمایی که توی کار تو راجع نیست بگم که هنوز توی سرکاری، ولی من حدس میزنم خیلیا بیشتر میرن یه پازه برمی‌دارن، میتاکس پازه‌شو طولانی‌تر میکنن، یه سیگاری بیشتر میکشن، این حرفا معمولیه دیگه. تکنیک‌ها خب اینجوریان. کسی رو ندیدم که از صبح تا شب فقط کار کنه و بعداً تازه فقط یه پرس غذا در روز بخوره، این حرفا. و این ولی با این حال به من نشون داد اون موقع که تو موفق میشی و الان نه بعد از 1 ساله خب ما با رئیسا این حرفا هنوز در تماس هستیم و اینم خب خیلی چیز خیلی خوبیه. تو گفتی راجع به اون ایرانیه که قبل از تو اینجا بوده، متاسفانه آره، که راه بست واسه بعضی ایرانی‌ها شاید، ولی تو راه خیلی رو باز کردی اینجوری و یه جوری نشون دادی که میتونن و انتظارهای آلمانی‌ها هم از ایرانی‌ها یه دفعه خیلی بالاتر رفتش و اینش خیلی خوب بود. با این حال که میگم به هر کسی که میاد اینجا خیلی کار بکنین، انجام بدین همه چیز و واقعا ernst nehmen بکنین همونجوری که گفتی، ولی غذاتون رو بخورین ظهر. آره من حالا چون گفتین شما، من حالا شاید برای بعضی‌ها پیش بیاد تو ایران. من یک اتفاقی که برام افتاد این بود که خب چون من تنهام اینجا، بعد آشپزی صفر، اوکی. بعد زندگیم کلا تخم مرغ و کنسرو بود، بدون دروغ، واقعا صادقانه میگم. کنسرویجات و تخم مرغ اوج هنر من بود. بعد اون اوایلم میدونین چون شما اومدین اینجا حقوق نگرفتین، خب آره. بعد یه پولی از ایران آوردی، یه ترسایی هست، بعد نمیتونی مثلا زیاد رستورانی بری فلانی بکنی، چون به هر حال میگم با اون پولی که شما الان تو ایران تبدیل میکنید به یورو خب خیلی وحشتناک میشه. بله. بعد ایناها حالا من متوجه هم نمیشدم. خب من میرفتم نون میگرفتم از این فروشگاه ها اینها، بعد خیلی هم خوشمزه و خوب و اینها. بعد حالا ممکنه میگم برای خیلی‌ها پیش نیاد، ولی برای من اون حساسیت به گلوتنی که وجود داره پیش اومد. گلوتن، اوکی. و این مثلا من هر روز نون میخوردم، هر روز، یعنی پروسه من این بود. بعد این یه دفعه مثلا فکر می‌کنم بعد شاید 1.5 ماه منو انداخت. واو. یعنی من خیلی شدید مریض شدم و اصلا دیگه تو چهره من کسی میدید میگفت این مریضه، یعنی مریض احواله، مشخص بود. بعد وزنم به شدت ریخت، یعنی من حدود 20 کیلو کاهش وزن داشتم. واو، 20 کیلو. دقیقاً هم موقع‌هایی بود که مثلا من بهمن که رسیدم اینجا دیگه توی فروردین و اردیبهشت اوجش بود. واو. دیگه من بعداً حالا چیزی میگم از این تجربیاتی که اینجا رفتم یه پلوپز خریدم و یه چند روزی برنج می‌خوردم، دیدم اونجا حس کردم که حال من داره بهتر میشه. بعد برنج ایرانی 2000 افتاد که من نون نمیخورم. اونجا من فهمیدم بابا من حساسیت به گلوتن و اینها. که بعد اینجا رفتم دکتر، با اون شخص دکتر آلمانی بود، گفتم آقا من همچین ماجرایی. گفت آره تو از اونایی که گلوتن تو رو اذیت میکنه. نه یه بیماری، یه اسمی هم داره میگن گلوتن اون فتریک. آره یه کلمه خیلی سلیاک، آره درست میگم، نمیدونم یه اگه بیماریش نمیدونم من ممکن اشتباه بگم. این بیماری میگن اونایی که حساسیت همچین بیماری به وجود میاره، حالا ممکن اسمش اشتباه بگم، ولی یه همچین چیزی دکتره گفت آره تو از اون مدل بودی و خب الان میدونم مثلا اگه نون کم بخورم اذیتم نمیکنه، ولی وقتی مستمر باشه فهمیدم. میگم الان عزیزان میان مثلا این سری چیزایی، آره مثلا دیدی یه موقعی اذیت میشی، یا مثلا شیر میگن لاکتوز داره، نمیدونم. آره دقیقاً. اینا ممکنه مثلا بعضیا رو اذیت کنه. مثلا اگه بچه‌ها دیدن اذیت میشن، بله، شک کنن به این چیزا. برای این چیزاییه که تجربیات زندگیه دیگه، چیزای ریزه فعال ممکنه پیش آب و هوا عوض میشه، ولی خب همین غذا خوردن اینجا خب بیرون خیلی گرونه و آدم خب نمیشه واقعا هر روز نمیشه. و اینم یه چیزی که شاید به بچه‌ها بتونیم بگیم که غذا پختن یاد بگیریم. نسپارین دست کسای دیگه. ولی اینجا شاید نقطه خوبیه اگه میتونی الان با جلیل 5 سال پیشت یه مسیج بدی، یه نصیحت بدی با دانشی که الان داری،
چی میگی بهش؟ الان فکر کن جلیلی که 5 سال پیش تو ایران نشسته، حالا نمیدونم تصمیم میخواد بگیری یواش یواش بیاد آلمان یا داره درسشو میخونم، لحظه‌ای که گفتی چی بهش نصیحت میکنی، پیشنهاد میکنی؟ در درجه اول زبان، چون به هر حال توی 5 سال حالا شما میخوای جاب آفر رو من میگم میخوای بیای، طبیعتاً داری کار میکنی، یه سابقه کاری قبلش داری یا الان مشغول کار هستی، خب طبیعتاً کارتو سعی میکنی جدی‌تر بگیری، هی دانش بیشتری برای خود، تجربه بیشتری برای خودت انگار جمع بکنی. ولی اون چیزی که خیلی مهمه و شاید اینجا فکر کنی مثلا میام تو آلمان زبان یاد میگیرم، به این راحتی ها هم نیست. یعنی اگه خیلی سطح زبانت پایین باشه اینجا نمیتونی زیاد مانور بدی، چون تو داری یا کار میکنی یا اینجا میای دنبال کار میخوای بگردی، هر مدلی دیگه اونقدی وقت نداری بری زبان بخونی، مثلا از آیک بخوای تازه اینجا شروع بکنی. بنابراین تو ایران خیلی خیلی با انگیزه، خیلی جدی زبان بخون. یعنی برای من میگم حالا اگه من روزی 2 ساعت میخوندم، میگم اگه سعی میکنم اگه بتونم 4 ساعت بخونم. یعنی هر چقدر میخونی اینو با خود تکرار کن که کمه. یعنی تو هنوز عقبی، اصلا زبان بلد نیستی، فقط کار کن. چون زبان یه چیزیه که شما رو وصل میکنه به اینا. حالا اون تخصصتو میتونی دیگه کار کنی اینجا، بفهمی اینا رو چی براشون مهمه تو کار شما، اونا رو یاد بگیری. حالا بیرون دوره‌ای بری، شرکت برات دوره‌ای بذاره، هر چیزی. ولی اون چیزی که تو رو اینجا راه میندازه تو زندگی انگار و تو کار تو رو میکشه بالا، ارتباطاتتو میتونی مستحکم‌تر بکنی، زبان. بله. بنابراین من میگم مثلا 80% تاکید میکنم به 5 سال قبل خودم که زبان رو خیلی جدی تر بگیر، اصلا براش کم نذار و در حین کارت هم سعی کن. حالا اگه حس میکنی فلان نرم افزار برات مهمتره، اینجا مثلا یکی مثلا میگه اینجا ای پلن برای برق مثلا خوبه، یا مثلا برنامه‌نویسی PLC میکنی، جدی تر این کار رو انجام بده. هر چیزی هستی، یعنی تو نگهداری تعمیرات کار میکنی، تو هر چیزی هستی جدی تر انجامش بده. این جمع کردن تجربه های مفیدتر و ارزشمندتر در کنار زبان خوب اینجا مسیرتو راحت تر میکنه. فهمیدم. عالی. اون وقت به مهندسایی حالا مثل خودت برق که اونور هستن، چی میتونی تخصصی هم میتونی اینجا صحبت کنی، بگی که فرق آلمان و ایران بزرگترین فرقاش چی هن و روی چی آماده باشن یا خودشونو آماده بکنن که میان اینجا با تأسیسات هایی که کار میکنن یا آمادگی داشته باشن؟ و اینکه آدم میگه خیلی چیزاش مثل همه یا واقعا هم اینجوری هستش، واسه اصلا هیچ آب خوردنی بود یا نمیدونم رنگ سیماست یا یه چیزی، حتما یه فرقی هستش که اون ور هستن اقلا بدونن، که توی اینترویو هم خیلی این سوال میشه، میگه فرق برق کاری ایران و آلمان چیه؟ شما میدونین اصلا؟ حالا خودت تخصص‌تر رو و به زبان ایرانی‌ها بهتر میتونی بگی. میدونید تو ایران هم شما کار میکنید، خب مثلا توی یه پروژه بزرگی هست، یه پروژه صنعتی، خیلی از دستگاه‌ها داره از همین آلمان و ایتالیا و اینا میاد واقعا. مثلا من یه جایی بوده مثلا کلی دستگاه چیلر بوده، مثلا هواساز بوده، تو موتورخونه هر چی بوده، مشعلی بود، بویلر و برنر و هر چی بود. همه اینا مثلا شما میبینید یا از آلمانه یا از ایتالیا. یعنی وقتی تو داری اونو کار میکنی، خب همون دستگاه هم اینجاست. یعنی واقعا فرقی توش نیست. اوکی. یعنی کسی که از ایران میاد بعد یه خود توی واقعا کار کرده باشه، فنی کار کرده باشه. یعنی حالا میگم اینو دیگه جز حداقل‌های لازمه. این طرف میگه آقا من فنی کار کردم، واقعا یه جای کار کرده. توی کارخونه‌ای بوده، توی پروژه‌ای بوده، هر چی. توی شرکتی، حالا مثلا شما اصلا برنامه نویسی میکنی، خیلی از این PLC ها خب مال همین زیمنسه. خب اینجا هم زیمنسه. یعنی بله. تو دقیقاً داری همون کارو میکنی. اگه تو داری اونجا زیمنس و مسلط برنامه نویسی میکنی، خب طبیعتاً با مشکل نمیخوری. حالا ممکنه بیای اونجا مثلا تو با فلان زبان برنامه نویسی کار میکردی، اینجا مثلا مانورشون رو فلان زبان. اینم خب سویچ کردن روی اینا برای کسی که کننده کاره هیچی نیست. ممکنه یه ماه شما رو مثلا مشغول کنه. همین. این چالش بزرگ، چالش بزرگی نبودش واسه تخصصی، یعنی از این نظر چیزی زیادی نبودش، بیشتر همون زبونه که داری میگی. زبان واقعا. یعنی شما وقتی میای اینجا، چون من میگم با خیلی عاملا چه
تجربه هاشون رو مثلا خوندم یا صحبتی، اینجا یه جایی خب زبانه متفاوته. بعد سر کار مثلا داری با یه همکار صحبت میکنی، بعد داره یه چیز ساده رو برای شما توضیح میده. اصلا به فارسی گفتنش مثلا شاید یه جمله است. آره. بعد همین میشه برای شما چالش که الان چی گفت. آره میفهمم. بعد متوجه میشی این چی گفت، میگه این که چیزی نبود که مثلا داره همینو میگه مثلا من میرفتم با همین همکارم مثلا پای یه دستگاهی، بعد مثلا یه چیزی رو میگفت، بعد که متوجه میشدم به لحاظ زبانی فقط که این منظورش این سنسوره بود، خب این داره اینو میگه مثلا همین. آره فهمیدم. حالا میگم الان شما یه چیزی جدیده، اصلا یه دستگاه اینجا اصلا تو ایران نبوده. خب مهندس کارش چیه؟ مهندس کارشه که به همینو تجزیه تحلیلش کنه، بازش کنه دیگه. حالا یه جایی گیر داری میری یه داکیومنتی چیزی میخونی درش میاری. یعنی اونجاها رو کسی که میگم پیگیر تجربه داره راحت جمع میکنه. چیزی که تو رو هی مدام نگه میداره همین زبانه. یعنی میخوای فلان چیزو بخونی بعد آلمانی نوشته. فهمیدم. ایناها اذیتت میکنه. یعنی میگم من کسی رو که بیاد اینجا تجربه داره، تخصص داره، کار کرده و خیلی هم پیگیر زبانش هست، من فکر نمی‌کنم این شخص اون مشکل بخوره. یعنی این شخص راه خودش رو پیدا میکنه، مسیرش رو باز میکنه، میره جلو. اوکی عالی. ولی میونه کلام اگر کسی مثلا بیاد اینجا فکر کنه دیگه تموم شد، حالا زبان خودش درست میشه و تو کارم میگم انگیزه نداشته باشه، حالا امروز انجام شد این نشد فلان، این ممکنه یه جایی گیر کنه. میفهمم. این بده. آره 100%. فهمیدم. یه سوالی که خیلی از من پرسیده میشه که تو نباید بازش بکنی، ولی خب همیشه درباره درآمد هم از من میپرسن. خب من فکر کنم خوبه که اونور هستن، من که خیلی راجع به درآمدها مختلف صحبت میشه. یه چیزی که معلومه، ما کاری که میکنیم واسه مهندسایی که میان اینجا، ولی به عنوان شاید حالا توی خود شانس آوردی اینجا یا کارت خیلی خوب بود، خیلی زود اومدی به عنوان تکنیکر شروع، شاید اولاش هم داشتی ولی پوزیشنت خیلی بالاتر بود از این چیزا، ولی خیلی هم که با تکنیکر هم میاریم اینجا سعی میکنیم حداقل بلو کاردی درآمدشون باشه، یعنی 44,000 به بالا باشه. واسه مهندسایی که اونور هستن خب جالبه که ببینن که فرق خرج آلمان و ایران، به اینکه از یه طرفی چیزی خونه است، نمیدونم زندگی و ایناست، میخوای مقایسه کنی. حالا عددم دوست داری بگو، اگرم دوست نداری هم بگی، و اینکه تو آلمان راجبش صحبت نمیشه. اقلا یه احساسی بگیرن که چجوریه فرق ایران و آلمان چجوریه، که اونا به اینکه این سوال من از همه اینو میگیرم و فرق میکنه. حالا موضوع خودتو اگه بخوای باز کنی اینجا میتونی باز کنی. الان مثلا تو ایران هزینه ها به شدت بالاست. خب بعد من نمیدونم مثلا یه مهندس برقی که تجربه خوبی داره دیگه، من از میپرسم، حالا توی مشهد رو من میگم، حالا برای تهران رو نمیدونم، ولی دیگه فکر میکنم جایی که خوب حقوق میدن حدود مثلا 50 میلیون تومان. بعد الان شاید مثلا چه میدونم 300 اگه اشتباه نگم 300 خورده یورو، شاید 350 یورو بشه یه مهندس خوب. بعد هزینه ها بالاست واقعا. بعد شما ببینید مثلا این بنده خدا اصلا مجرد هم باشه، خرج مثلا اجاره خونه نداشته باشه، زن و فرزند و اینا هم نباشه، اصلا یه خانم یا آقای مهندسی که حالا مجرده، میگم من هزینه های زندگی خرجش به شدت محدود، اصلا 350 تا میگیره، خرجش هم صفر باشه. خب ولی اینجا شما وقتی مجردی بیشترین مالیات از شما کم میشه. یعنی مثلا برای خود من الان فکر میکنم 35% کلا حقوق شما میره و اون 65% که میگیرید بعد هزینه اجاره خونه‌تون رو میدید، خورد و خوراک و نمیدونم پوشاک و هزینه‌های کنار، مثلا من ماهی الان حدوداً 200 یورو کلاس زبان میدم، اینجور چیزا هست، یه هزینه‌هایی که جانبی زندگی هست اینجا دیگه. اوکی. اینجور چیزا رو کنار میذاری بازم بیشتر از اون 350 یورو برات میمونه آخر. اوکی. من فکر کنم اینو یه جوری گفتم ولی که خب یه جوری فکر کن که واقعا یه خانواده داری تو ایران، بنک خیلی آدما خب میخوان حساب کنن، میگن که میارزه زندگی، بنک اولشه. خب من همیشه میگم آینده تو
تو نون تو روغنه و اینکه آلمانی یه لول بالاتر بره کار بهتر میگیری، مسئولیت بیشتر میگیری و این حرفا. ولی اول کار خب همیشه همه جا خیلی سخته و فکر کن حالا خودت ماجردی، ولی اگه مثلا حالا میخوای با زن و بچه و این حرفا هم بیای یا فهم کنه میارزه یا نمیارزه، اینو خیلی واسه من میپرسم. من نمیتونم بگم که من اونور زندگی ایرانو خوب نمیشناسم. الان داری میگی یه مهندس 300 و خورده، حالا بگیم 400 یورو پول چیز ماه میگیره، حتما باید یه کارهای دیگه هم بغلش هم بکنه که بتونه زندگیشو واقعا همینه. اینجا نه، اینجا یه کار داری اون خوب کافیه و از یه طرفی دیگه هم خب تو الان گفتی واسه کلاس زبونه داری 200 یورو میدی، یعنی این میشه گفتش واسه یه مهندسی که اون هستش ولی نشدنیه واقعا. نشدنیه. من خودم تو ایران باشم نشدنیه. دقیقاً. و من فکر کنم یه چیزی، حالا من نمیدونم ماهانه چقدر میشه، ولی یه کسی که اول کاره حداقل 44,000 تا در سال، حالا باید حساب کنم چقدر در ماه میشه، تا 55. این بین این عددا یه چیزیه که آدم میتونه اولش روش حساب کنه. بیشتر از این خیلی کم پیش میاد. آره. توی این زمینه مهندسی و برق و اینا که دارم میگم. دقیقاً. آیتی باشی و مخ باشی و نمیدونم این چیزا دوباره خود فرق داره. آره. ولی ایناست و این خیلی درآمد معمولی واسه آلمانی هم اینجا، یعنی خیلی معمولی و خوب، یعنی در حد خوب معمولی. و مالیات هم خب اینجا درد داره، ولی به جاش هم خیلی چیزای دیگه هستش. مثلا از این مالیات، مثلا من اینجا اگه بچه دار بشم، من بچه‌م میتونه کودکستان مجانی بره، خیلی چیزای دیگه هستش. من دکتر رو میرم، هیچ پولی نباید بدم. یه چیزایی هستش که به نفعه که حالا این یه پادکست واسه خودش لازم داره. ولی من فکر کنم اگه اینجوری دارم نگاه میکنم میارزه واسه کسی که الان توی موقعیت الان تو ایران هستش، با شاید یه شغل خیلی هم خوب داشته باشه، اینجا شروع کنه از لول همه چی میگن زندگی، میتونه اونو نگه داره یا شاید هم تازه زودتر پیشرفت کنه از اینکه شاید تو ایران باشه. حالا نمیدونم، این حدسمه، حالا خودت الان فقط چون مثلا داریم زوم بکنیم مثلا رو مالی فقط. بله. چون خیلی چیزا تو زندگی دخیله، یعنی بله. ولی مالی رو ما بخوایم حساب بکنیم، به نظر من خب اصلا کیفیت زندگی شما متفاوته. یعنی چیزی که من برام خیلی اینجا مشهوده اینه که ممکنه یه نفر 40 ساله تو ایران از یه نفر 40 ساله توی آلمان سرمایه بیشتری داشته باشه. فهمیدم. ولی سطح زندگی، کیفیت زندگی اون 40 ساله تو آلمان یه چیزیه که اون 40 ساله تو ایران واقعا نمیتونه تصور کنه. اینو من صادقانه میگم. یعنی تو ایران نمیخوام اصلا بحث و چیز کنم، ولی تو نگران فرداتی همیشه. بله. این خیلی دردآوره. بله. مثلا تو کشور خودتی ولی یه نگرانی همیشه هست. بعد مدام به نگرانی‌های عجیب و غریب داری، فردا چی میشه، کارم چی میشه، فلانم چی میشه. یعنی همیشه یه چیزایی هست. ولی اینجا اون چیزا خیلی کم داره. یعنی خیلی ناچیزه. نه این درسته، نگرانی کمتر اینجا واقعا کم. این کیفیت زندگی، این که مثلا خیلی ها رو شما میبینین اینجا، مثلا طرف ممکن اصلا ایرانی باشه 20 سال اینجا زندگی میکنه، مثلا نگاه میکنی شاید سرمایه‌ای نداشته باشه، ولی 20 سال میبینی از زندگیش یک چیزایی فهمیده. این کیفیت زندگی، اون لول زندگی، اون حس کردن زندگی است که مثلا طرف حتی به جون میخره اون دوریا رو. میفهمم. چون انقدر اونجا نگرانی کشیده، درد کشیده که به این جا رسیده که مثلا بیا تو این سیستم، بیا تو این مسیر. بله. این نگرانی از فردا چیزیه که تو ایران خیلی رو اذیت میکنه. بله. نگرانی که پدر مثلا مادر داره برای بچهش، فردا این بچه چی میشه. مثلا طرف میبینید تو ایران پزشکه، بسیار بسیار موفقه، من دیدم اینا رو. بله. بعد الان اومده مثلا اینجا 2 تا فرزند داره، میگه آینده این چیز باشه. اوکی. خودش مشکلی نداره، زندگیش با حالت استاندارد و خوب تو ایران سپری میشه. ولی فقط نگرانی از فردای نه خودش برای بچهش. فهمیدم. این نگرانیه، خب این نگرانی وقتی اینجا کمتر میشه، میگم لول زندگی میره بالا، آرامشه بیشتر میشه. درسته. اونو باز
با پول نمیشه به دست آورد. درسته. حالا این وسط میگم یه مقداری هم از پولت میمونه، یعنی حتی با خود مهندس تو ایران مقایسه میکنی میبینی بیشتر برات میمونه، ولی بعضی وقتا میگم اون پولم دیگه زیاد. فهمیدم. آره. یعنی تو میبینی آقا زندگیت میگذره. من مثلا اگر 1000 یورو دارم، مثال میزنم، فقط 1000 یورو عدد مثال میگم، با این من کل زندگی میگذره. آره. بعد مثلا یه 100 یورو هم برام میمونه، مثال میگم. ولی یه آرامشی هست که بیشتر شاید تو ایران با 10,000 یورو هم نشه. بله فهمیدم. همین که حالا ما راجع به آینده‌ت هم می‌خواستم کوتاه صحبت کنم که سر دیگران در نیارم، ولی خب یه چیز دیگه هم که شانس اینه داری اینه که بعد از چند سال میتونی خب نه که فقط اقامت دائمی بگیری، پاسپورت رو آدم بگیره اینجا و بعدش هم خب دوباره یه آزادی دیگه ای آدم به دست میاره. اینا هم هستش و اینش واقعا من قطعش رو میدونم. خب من اینجا بزرگ شدم، فرق میکنه موضوع، ولی من دانشگاهی که رفتم خیلی بین‌الملل بود و همیشه میدیدم پاسپورت آلمان توی کل دنیا از پاسپورت آمریکایی هم بیشتر چیز داشت. یعنی من هر جای میرفتم فرقی نداشتش، کسی سوالی چیز نداشت، ویزا لازم نداشتم و این حرفا و اینا. خب خیلی همین راحت کردن فکر رو آدم کجا میخواد بره چیکار کنه خیلی راحت تر میکنه آینده رو. اینو من میفهمم. درباره حالا آینده دیگه آخرین نقطه رو بیایم برسیم دیگه، ازت میخوام بپرسم برنامه‌ت واسه آیندهت چیه؟ خودت برنامه‌ای که گفتی یه مسیری داری، یه چیزایی داری، یه کوتاه گفتی، ولی مسیرت چیه و فکر میکنی توی مسیر منم هنوز به دردت میخورم، یعنی میتونم کمکت کنم یا نه؟ همین که حالا دوست هستیم که هیچی، ولی خب من از چند تا برنامه‌ات شنیدم، ولی شاید خوبه واسه بعضی که ببینم که فقط با اینکه آدم بیاد اینجا یه سال موندش نیستش، تمام نشده، برنامه‌های دیگه هم حتما داری واسه آینده‌ت. اگه اینم کوتاه بتونی بگی. خواهش می‌کنم. 100% اصلا چیزی که انگار انگیزه رو در شما اون زنده نگه می‌داره همینی که مدام برای خودت یه برنامه‌ای بچین. حالا برای من الان واقعا مهمترین چیز زبانه، یعنی به یه جایی برسم که برای خود من این پرفکته که مثلا من بتونم برم با چند تا آلمانی توی یه جلسه کاری بدون هیچ مشکلی در مورد چیزای خیلی خیلی حرفه‌ای صحبت بکنم بدون هیچ مشکلی. این زبان اگه من بهش برسم خب یه هدف بزرگه، یعنی من خیلی کار انجام دادم. بله. بعد توی کارم هم سعی بکنم این چیزی که الان دارم مثلا اینجا کار میکنم با اون استاندارد آلمانی و اون روش کار اینا اون انگار سوار کار بشم، یعنی دیگه دستم بیاد. مثل تو ایران که تو کارم خوشبختانه مسلط بودم، میدونستم دارم چی کار میکنم، یعنی صبح میرفتم سر کار میگفتن فلان مشکل پیش اومده، من نگرانی نداشتم، میرفتم دستگاه رو میدیدم، بررسی میکردم، مشکل رو پیدا میکردم. اینجا هم بتونم به اون سیستم، یعنی تو اون سیستم به این توانمندیه برسم، یعنی نگرانیه نباشه. اون موقع به نظرم با اونجا حالا میشه آدم باز اون لحظه بشینه بگه آقا مثلا الان من جایگاه خوبی دارم با این شرکت، یا مثلا من باید یا یک کار دیگه ای بکنم یا من باید یه دوره تخصصی دیگه ای بگذرونم. ولی الان فکر میکنم اینا منو مشغول کنه فعلا، یعنی من حداقل فکر میکنم شاید بیشتر از 2 سال دیگه برای اینها کار داشته باشم. اون وقت خب یه برنامه‌ای که ما با هم دیگه خب خیلی صحبت میکنیم، یه چیزی که خب روی لیستم نوشتم اینه که میخوایم مهندسی رسمی رو بگیریم واسط. این یه چیزی که باشه، یعنی الان زاب خیلی نمیدونن زاب گرفتن منظور نمیشه که مهندس رسمی آلمانی باشی. اون موقع میگن برابر یه دانشگاه چیز، ولی میخواین این بشه. اینجا انجینیرز کما وجود داره، ثبت نام میکنه آدم، خود دیگه اسمش رو انجینیر میتونه بذاره. خوبم هست که خود تجربه کار اینا رفتاش، مثلا این یه چیزیه. 100%. بقیه چیزا خب حالا راجع به اقامت و این حرفا آدم میتونه راجع به صحبت کنه بعداً. حالا تصمیم اگه به این باشه که میخوای پاسپورت آلمانی بگیری این حرفا، اونجا ما هم خب کمک میکنیم توی این راههای مختلفی. ما مشاور و چیز هستیم واسط که بدونیم. من میدونم که میون کلامت همین مهندس، عنوان مهندسی که الان شما میگین، اصلا اون اوایل هم که به من گفتین اصلا جز چیزایی بود که من اصلا دید نداشتم نسبتش. یعنی میگم یه سری چیزایی که تو این مسیر وقتی یه نفری هست، یعنی
که انگار کنارته و تو خیلی چیزا حواست نیست. مثلا یادم اون روز اول شما گفتیم برو فلان بیمه رو مثلا برات فعال بکنیم که اگر اینجا یه خسارتی مثلا یه جایی یه جایی وارد شد مثلا اون بیمه میاد ساپورتت میکنه. من واقعا چه دیدی دارم نسبت به این چیز. یه میگم یه سری چیزایی به شدت مهم ولی ریز که اصلا نه من هیچ که واقعا نمیدونه اینا، چون تو از ایران اومدی تو یک سیستم جدید اصلا نمیدونی چی هست چی نیست. دقیقاً. نه من این سیستم آلمان خیلی لوجیکه ولی خیلی روشن نکردن همه جا کجا چی کارا میتونیم بکنیم. همین 7 لیست که داری میگیم بیمه فکر کنم 20 خورده یورو در ساله، یعنی چیزی زیادی یا 40 نمیدونم یادت چقدر بود پولش؟ ولی یادم زیر 50 تا فکر کنم. آره یه چیز بین 20 تا 40 یورو هستش. خوبش فکر کنم دیگه 50 یورو باشه. اون واسه کل سال تو رو بیمه میکنه که اگه یه چیزی خراب کردی هر جایی، حالا دستت خود با شیشه به ماشین یا به یه جایی موبایل یه کسی رو شکوندی یه چیزا، اونو برابر میکنی، هیچ پولی هم نباید بذاری و کاملا فزیشت هستی. حالا بچه داشته باشی که چه برسه بچه‌ت هم این کارو بکنه. این حرفا اینا خب چیزای کوچولوئه، آدم خیلی زندگیش راحت‌تر میشه. آلمان هم خیلی میگن کشور بیمه هستش، هر چیزی میتونین بیمه بکنین. یعنی الان این مبل رو میتونید بیمه کنین، چیز ساختمون و این حرفا. بعضیاش لازمه بعضیا لازم نیستش و اینا خب یه چیزاست که خب ما اینجا بزرگ شدیم میدونیم. من اینجا خب توی اداره ها کار کردم، میدونم کجا از نظر مالی یه چیزایی گفتی چی کارا میشه کرد این حرفا. یعنی ما میمونیم با کسی اگه میخواد خودش همیشه مشاور میمونیم که ببینیم برای اینکه موفقیت ما میشه، موفقیت ما دوباره واسه اون کسایی که از ایران میخوان دوباره بیان هستش و اینجوری خب ما بزرگتر میشیم. و حتما هم الان کسایی که اینو توی یوتیوب یا توی جای دیگه میبینن، اگه آلمان هستین یا میخواین بیاین یا با ما هم که هستین که هیچی، بنویسین برای اینکه ما کلا هم اینجا میخوایم کامیونیتی درست کنیم، یعنی به هم دیگه کمک کنیم، هستیم و اینجوری رشد میکنیم که اینو بدونین. و نمیدونم حالا به قول خودت نمیخوام صحبت کنم ولی اگه کسی سوالی چیزی داشتش و میخواد بیاد اینجا، میدونم به خیلی بچه‌ها تا الان هم اینجوری تلفنی ایمیلی و این حرفا کمک کردی، ولی اینجا هم شاید یه بار دیگه آفیشال بگی که آره 100%. اصلا یه چیزیه که چون به من هم چه شما و حالا دوستان دیگه مثلا یه جایی یه سوالی داشتیم، یه خیلی همینجوری دوستانه کمک میکنن، مشاوره میرسونن و برای منم همینه. یعنی من واقعا توی این مسیر اگه یه نفری یه سوالی، یه ابهامی، چیزی داشته باشه، بعد میبینید یه چیز ساده است برای ما ولی یه تجربه آخه ما انجام دادیم مثلا، ولی برای اون بنده خدا میبینید ممکنه چندین ماه براش انگار یه مسیر اشتباه رو بخواد بره جلوشو بگیره. دقیقاً. و این واقعا برای ما چیز افتخاره. آره عالی. دست در نکنه جلیل جان، خیلی خوب. یعنی من خیلی کیف کردم. من فکر کنم که خیلی اینفورماسیون‌های مهمی بود توی داستان‌هایی که تعریف کردی. حالا میتونستیم هنوز ساعت‌ها صحبت کنیم ولی فعلا فکر کنم خوبه و دوست دارم شاید دوباره تو رو دعوت کنم، حالا 1 سال دیگه 2 سال دیگه، حالا ببینیم چجوریه. ولی دست درد نکنه. خیلی خیلی خوشحال شدم از آشنایی و خیلی خوشحالم که راه آینده با هم دیگه بیشتر بریم جلو. مرسی. برای منم باعث افتخاره. خیلی چیزا یاد گرفتم از شما و خیلی مسیر من راحت‌تر بوده اینجا. خیلی جلوی خیلی اشتباهاتم گرفته شده و طبیعتاً مطمئنم تو آینده هم من سیفتر، امن‌تر میرم جلو. یعنی میدونم مثلا اون کارو نکنم، این کارو نکنم. حتی تو کار مثلا من گفتی آقا مثلا فلان اتفاق افتاد، نگران نباش، این عادیه تو آلمان. و ممکنه من خودم اگر تنها بودم مثلا تو کار اتفاق میافتاد میگفتم نه دیگه این کار به درد نمیخوره، من باید کارم عوض بکنم. ولی شما میگی نه تو آلمان این عادیه، این مسلط باش به شرایط. آره اصلا جدی نگیرین و این چیزا به شدت ارزشمنده. یعنی میگم آدم باید هر روزشو مرور بکنه و برای من تو این مثلا 10 ماه شما واقعا 10 بار همینجوری با مشاوره های خوب باعث شدین که من تو مسیر درست بمونم. یعنی همش کار من نبوده، واقعا این که کناره دوستی بوده که همیشه دوستانه هوامو داشته و خوشبختانه الان اینجا هم و افتخار میکنم از آشنایی با شما. منم همینطور افتخار میکنم و خیلی ممنون و خوشحالم که
ما بتونیم به دیگران هم که میان اینجا همینجوری هم کمک کنیم که انشالله. اینجا کامیونیتی خوبی بشیم. دست انشالله. درد نکنه. مرسی، ممنون از شما. مرسی، ممنون. خداحافظ. خداحافظ.